سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و مهربونم. حالتون چطوره؟ امیدوار هستم که خوب و سرحال باشید. از کتابخانه خیال در یوتیوب در خدمتون هستم برای خوندن ادامه رمان زیبای دختری در مه نوشته تکین همزلو. امیدوارم با من همراه باشید. دوستان عزیز و نازم، در اینستاگرام، در فیسبوک و در تلگرام کانال و پیج هایی رو درست کردم تحت عنوان کتابخانه خیال که اونجا شما میتونید با من در ارتباط باشید. از یکی از دوستان و صاحبان معنوی کتابخانه خیال به نام شراره عزیز و دوست داشتنی بی نهایت سپاسگزار هستم که کلیپ ها و ویدیوهای خیلی زیبایی رو برای من در زمینه کتابخوانی میفرستن در اینستاگرام و من اینها رو استوری میکنم و در اختیار دوستان قرار میدم. بسیار از لطف این دوست مهربون و عزیز و دلنشینم سپاسگزارم و از راه دور صورت مثل ماهش رو میبوسم. خب بریم سراغ دختری در مه. بچه ها یادتون میاد دیگه، رعنا بچه ناهنجاری بود که خواهر شهاب بود، برادر خواهر دوست شهاب بود رضا، و این روانشناس ما خانم سایه در صدد درمان اون بود. یه روز مادرش که زن خیلی فخر فروش و خیلی چیزی بود اومد پیشش و چیز کرد، گفتش که من اومدم اینجا از اول زندگیمو برای شما تعریف کنم و رازی رو که در زندگی رعنا وجود داره و فقط من و رعنا میدونیم به شما بگم. شروع کرد از اول زندگیشو تعریف کردن. من امروز که برای شما عزیزانم میخوام بخونم، با اجازهتون به 2 صفحه قبل برمیگردم. از 2 صفحه قبل شروع میکنم خوندن که خاطرات مادر این وسطش بریده نشه، چون دفعه پیش زمان ویدیومون زیاد شده بود. اینی که من مجبور شدم اینجا قطع کنم، یکی 2 صفحه رو برمیگردم به عقب. اومد پیش سایه و گفتش که من اومدم همه زندگیمو برای شما تعریف بکنم. گفت بی‌صبرانه منتظر شروع صحبتش بودم. سیگارشو تو فنجون چای له کرد و نفس عمیقی کشید. با صدای آهسته و زمزمه مانند شروع به صحبت کرد. دوستای عزیزم، مهربونام که دیروز همه اینو شنیدن و برام کلی کامنت گذاشتن و منت بر سر بنده میذارن که برام کامنت میذارن، حتما این 2 صفحه رو شنیدن، ولی من از یه خورده قبل‌تر میخونم که حرفای این خانم قطع نشه. ببینیم چه رازی در زندگی رعنا وجود داره. من تو بد دوره‌ای به دنیا اومدم. اوج سلطنت پهلوی و منزوی شدن شازده های قاجاری شجره نامه پدرم که به مظفرالدین شاه برمیگشت. در اون زمان ما هنوز زندگی میکردیم. البته هنوزم بعد از این همه سال نمیدونم چند پشت این ورتر یا اون ورتر بابای من بوده، اما پدر من بالاخره لقب داشت. اومد گفت که پدرش قاجار بوده و بعد نمیدونم تبعید شدن و چه اتفاقاتی افتاده و بذارید بخونم این 2 صفحه رو، فکر میکنم بد نباشه که داستان قطع نشه. بله، اما پدرم لقب داشت که همینطور نسل در نسل بهش رسیده بود. منتها وقتی رضا شاه اومد و بعد مدتی همه شناسنامه دار شدن، دیگه دوره این القابم گذشت. رضا شاه بیشتر فامیل و خانواده قاجار رو یا گرفته بود یا تبعید کرده بود یا اونقدر ترسونده بود که منزوی زندگی میکردن. پدر منم یکی از افرادی بود که بی سر و صدا در انزوا زندگی میکرد. البته فامیل نزدیک و درجه اول قاجار و سلطنت نبود که بخواد بترسه، اما همیشه جانب احتیاط رو داشت که حرفی نزنه و چیزی نگه که براش خطرناک باشه. اینها رو مادر رعنا و رضا داره برای سایه تعریف میکنه و به سایه هم گفت که اینا رو دارم برات میگم، شاید فکر بکنید به ماجرای رعنا ربطی نداره، ولی دوست دارم از اول زندگیمو برای تو بگم. حالا از این حرفا بگذریم. پدر من خیلی ادعای روشنفکری میکرد و طرز زندگی ما خیلی از همترازان خودمون بهتر بود. به دلیل اینکه پدرم تنها وارث پدر بزرگم بود، ثروت قابل ملاحظه و زیادی داشت که عواید همون املاک و اشجار زندگی ما رو به بهترین نحوی میچرخوند.
البته من یه عموی بزرگترم داشتم ولی به دلایلی از ارث و از خانواده محروم شده بود. به هر حال پدرم با مادرم ازدواجی عاشقانه داشتن و در همون سالهای اول زندگیشون من به دنیا اومدم، یعنی مادر رعنا. بنا به تعریف مادرم واقعا پدرم 7 شبانه روز جشن گرفت و همه خونه و سردر خونه رو چراغونی کرد. اسم منم با اهن و طلوع گذاشتن توراندخت. به فاصله چند سال خواهرم به دنیا آمد ولی این بار پدرم زیاد شادی نکرد. دیگه اونقدرم روشن فکر نبود که بتونه وجود 2 تا دختر رو پشت سر هم قبول بکنه. ولی باز با دبدبه و کبکبه اسم خواهرم هم گذاشت پوراندخت. پوراندخت و بعد از اون مادرم تا سالهای سال پوراندخت به دنیا آمد و بعد اون مادرم تا سالهای سال باردار نشد. به هر حال وقتی من دست راست و چپ خودم رو شناختم متوجه محیط اطرافم شدم. ما در خونه یه ویلایی خیلی خیلی بزرگی با محوطه سرسبز و پردار و درخت که مثل باغ بود زندگی می‌کردیم و از وقتی من یادم میاد باغبون و راننده و خدمتکار داشتیم که در ساختمون عقبی باغ زندگی می‌کردن. مادرم زن تقریبا چاق و توپلی بود با موهای مجعد مشکی و زیبا که هیچ وقت کوتاهشون نمیکرد و بلندی موهاش همیشه تا کمر بود. صورت گرد و سفیدی داشت با چشم و ابروی مشکی و مینیاتوری. دماغش کمی عقابی بود اما لبهای گرد و پرش جبران دماغ استخونیشو میکرد. چنان ابهتی داشت که وقتی به ما چشم‌خوره میرفت از ترس خشک میشدیم. زیاد ما رو کتک نمیزد، فقط چشم‌خوره و گاهی چنان نیشگونهایی از بازومون میگرفت که تا هفته‌ها جاش درد میکرد و کبود بود. پدرم برعکس مادرم موها و چشمای درشتی داشت با پوستی به سفیدی خامه و به لطافت گلگس. مثل دخترها دستای ظریف و انگشتان کشیده‌ای داشت و حتی سیبیل هم نتونسته بود کمی به قیافه آسمونیش خشونت مردانه بده، چون سیبیلش هم بور بود. یکی از مادربزرگ‌های پدرم گرجی بود و این شکل و شمایل رو از اون به ارث برده بود و میدیدم که چندان از قیافش راضی نیست. البته من و خواهرم خیلی دوستش داشتیم و مادرم هلاکش بود. گاهی هفته‌ها به خونه نمی اومد و مادرم در پاسخ ما که سراغ پدر را ازش می گرفتیم می گفت رفته ده به املاکش سرکشی کنه. من و خواهرم به این زندگی عادت کرده بودیم. در آرامش و ناز و نعمت از همون کودکی مثل مادرم به همه کسایی که تو خونمون کار میکردن امر و نهی میکردیم و براشون قیافه میگرفتیم. پوران البته از من دلرحم‌تر بود. کم کم بزرگ می شدیم و از نیمکت‌های دبستان به دبیرستان منتقل شدیم. در همون زمان مادرم بار دیگه باردار شد. البته تو اون مدت دکتری نبود که مادرم پیشش نرفته باشه و دعانویس و رمالی نبود که مادرم رو نشناسه. تا آخر بعد نظر و نیازاش نتیجه داد و پس از 15 سال حامله شد. دیگه پدرم چه حالی داشت بماند. برای مادرم یک کلفت مخصوص آورده بود که حتی نمیذاش مادرم برای آب خوردن از جا بلند بشه. من و پورانم اونقدر بزرگ بودیم که اصلا حسودیمون نمیشد و حتی خوشحال بودیم که کسی کاری به کار ما دوتا نداره. خب 2 تا دختر نوجوان بودیم که دلمون میخواست بدون اینکه بازخواست بشیم شیطنت کنیم. در همون روزا که مادرم باردار بود و به سنگینی حرکت میکرد اتفاقی افتاد که شاید همون سرنوشت منو عوض کرد. یه شب مادرم از جاش بلند میشه تا آب بخوره. پدرم که به سنگینی خوابیده بود متوجه نمیشه و مادرم به آشپزخونه میره. به گفته خودش چون میبینه که هوا لطیف و بهاری به ایوون میاد که هوایی بخوره. آقا بابا باغبون پیرمونم که اون شب بیخوابی به سرش زده بوده و در گوشه ای از ایوان در تاریکی مشغول گلدون ها بوده که مادرم بیرون میاد. آقا بابا برای اینکه مادرم نترسه میره یه گوشه پنهان میشه توی باغ. غافل از اینکه سایه‌اش چند برابر بزرگتر میشه. مادرم میبینه سایه رو جیغ میزنه و قش میکنه. من همه چیزو خوب یادمه. پوران خوابش سنگین بود بیدار نشد اما من و پدرم با عجله دویدیم به ایوان. آقا بابا گوشه کس کرده بود و بر سرش میزد. پدرم وقتی مادرم رو بیهوش دید دست و پاشو گم کرد، فریاد زد، دور خودش میچرخید. عاقبت داد زد رحمان رو بگید ماشین رو بیاره. اما هیچ خبری از رحمان نبود. من با عجله کمی سرکه از آشپزخونه آوردم، زیر بینی مادرم گرفتم، شونه هاشو مالیدم و بی اختیار اشک میریختم. آقا بابا هم گوشه چون باطمه زده بود و زاری میکرد. انگار صدای
صداش سوزناک بود که اعصابم به هم میریخت. صدامو بلند کردم و سرش داد زدم، گفتم برو به جای ناله به پدرم کمک و مادرم رو بگیر. وقتی آقا بابا ترسان دوید و در ته باغ ناپدید شد، پدرم با فریاد خودش به خونه اومد. گفت این رحمان کدوم گوریه؟ به هر حال اون شب با هر مصیبتی بود مادرم رو تو ماشین انداختیم و پدرم خودش را ندگی کرد. در میانه این راه مادرم به هوش اومد و گفت چه اتفاقی افتاده؟ توران چی شده؟ پدر با مهربونی جواب داد تا از حال رفتی دارم میبرمت دکتر. مادرم که یادش افتاده بود چی به سرش اومده نیم خیز شد. گفت ناصر تو ایوون یکی قایم شده بود، انگار جن بود، خیلی بزرگ بود سایش. پدر با ناراحتی سر تکون داد. گفت این حرفا چیه تابان؟ جن کجا بود؟ آق بابای بیشعور بود رفته بود به گلا سر بزنه. برای اینکه تو نترسی خودشو قایم کرده بود که بدتر شده بود. حرف پدرم با فریاد مادر قطع شد که داد زد وای کمرم وای دلم. تا رسیدم به بیمارستان مادرم از شدت درد اشک ریخت و فریاد کشید. وقتی رسیدیم و به زحمت مادرم رو داخل بیمارستان بردیم، پرستاری دوان دوان خودش رو رسوند و مادر و پدر رو به طرف سالانی راهنمایی کرد. اما منو راه ندادن و من همونجا پشت در موندم. چند ساعت از اون پشت بود که درست یادم نیست، چون برای یه مدتی خوابم برد که چقدر اونجا بودم. ولی وقتی پدرم رو دیدم که با شونه های افتاده به طرفم میاد، فوری فهمیدم که اتفاق بدی افتاده. حدسم درست بود. مادرم که بر اثر ترس و هول زایمانش جلو افتاده بود پدر چند ساعت درد کشیدن بچه نارسی رو به دنیا آورده بود که فقط چند لحظه زنده مونده بود و در دستهای مادرم جان سپرده بود. بدترین قسمت فاجعه این بود که بچه پسر بود. دکترها برای دلگرمی مادرم و پدرم میگفتن حتی اگه بچه زنده هم میموند بچه سالمی نبود، چون تازه 6 ماه از بارداری مادرم میگذشت و بچه رشد کافی نکرده بود. اما این حرف هیچ دردی رو از مادرم دوا نکرد و تا مدت ناراحت و افسرده کنج خونه برای پسر از دست رفته‌اش عزا گرفت. اون روز به محض بازگشت به خونه پدرم که به شدت ناراحت و عصبانی بود، آقا بابا و رحمان رو احضار کرد. وقتی رحمان به سر افتاده و دست به سینه و به دنبالش آقا بابا با چشمهای اشک‌آلود اومدن، پدرم اونها رو به اتاق کارش برد و در رو بست. تو همین حال و هوش بود که عزیزای دلم براتون خوندم و وقتتون رو گرفتم. عذرخواهی میکنم 1-2 صفحه قبل خوندم که ماجرا نصفه نشه. از اینجا فکر میکنم حدود بخشای تازه میشه. منم به سرعت دویدم و رخت خواب مادرم رو مرتب کردم و اون رو که هنوز بهت زده به گوشه خیره بود در رخت خواب بودم. بعد از ظهر وقتی آقا بابا از ما خداحافظی کرد و از مادرم که به دیوار زل زده بود حلالیت خواست و وسایل اندکش رو جمع کرد و رفت، تازه فهمیدم که پدرم هم آقا بابا و هم رحمان رو که معلوم شده بود هر شب برای قمار بیرون میرفته و تا صبح پای بساط قمار بوده بیرون کرده. فقط شایسته باقی بود که کارهای خونه را انجام میداد و واقعا هم زرنگ و بالیاقت بود. تا چند ماهی خونمون ماتم کرده بود. شبها صدای گریه مادرم و دلداری پدرم رو میشنیدم و دعا میکردم هر چه زودتر حال مادرم بهتر بشه، چون به شدت حوصله‌مون سر رفته بود. قبلا هر هفته مهمونی‌های بزرگ داشتیم یا به مهمونی میرفتیم. آخر تابستون به ییلاق میرفتیم و 1 ماه خوش میگذروندیم. تا بازگشایی مدارس خستگی 1 سال درس خوندن رو از تن به در می‌کردیم. اما با حال بد مادر و ناراحتی پدرم همه برنامه‌های تفریحی ما لغو شده بود. سرانجام اوایل پاییز مادر از جا برخاست و دوباره آرایش کرد و موهاشو با مرواریدهای ریز بافت. لبخندش اگرچه کمرنگ ولی باز صورتش رو درخشان میکرد. پدرم هم با خنده مادرم دوباره خندید و کم کم زندگیمون به روال سابق بازگشت. اما با فصل بازگشایی مدرسه ها بیراننده بودن برای پدرم بسیار سخت بود، چون کسر شأنش میشد که ما رو شخصا به مدرسه برسونه و برگردونه.
حیاط بزرگمونم احتیاج به رسیدگی داشت. علف‌های هرز تا زانو می‌رسید و گل‌ها پژمرده و درخت‌ها پر از شاخ و برگ اضافی شده بودند. یکی دو هفته بعد وقتی پدرم از مسافرت برگشت دستانش پر بود. کره محلی، عسل، ماست، خیک دوغ، گوشت گوسفند و چند مرغ زنده و البته یک خانوادگی 4 نفره که همراهش آورده بود. و قرار بود به عنوان باغبان و راننده انجام وظیفه کند. اینطوری بود که آقا قدرت شد باغبونمون و پسر ارشدش که تا کلاس 8 درس خونده بود رانندگی ما رو به عهده گرفت. البته توبا خانم زن آقا قدرت هم برای ما همه کار میکرد. از خیاطی تا پختن مربا و رب و شستن پرده ها و دوختن ملافه ها. اون روزها من تازه به کلاس 10 میرفتم و خیلی احساس بزرگ شدن میکردم. موهامو فر میکردم، با هزار بدبختی مثل دم عقرب روی پیشونیم میچسبوندم. موهام روشن بود، درست شکل پدرم بود و پوران مثل مادرم. اون روزها به بهترین مدارس شهر که مخصوص اعیان و اشراف بود میرفتیم و به قول پدرم سرمون حسابی باد داشت. کتاب‌های فرانسه می‌خوندیم و ادعای روشنفکری می‌کردیم. روز اولی که مسعود من و پوران رو به مدرسه رسوند هرگز فراموش نمی‌کنم. من که انتظار داشتم یک پسر دهاتی لپ‌گلی رو ببینم، با دیدن مسعود از تعجب خشکم زد. پس مسعود پسر ارشد همین خانواده بوده که از ده پدرش آورده که به اینا خدمت کند. قد بلند و 4 شونه‌ای داشت، با موهای مجعد مشکی و صورت بیضی و چانه و گونه استخوانی، با چشم و ابرویی بسیار زیبا که همیشه پایین رو نگاه میکرد. خیلی سربزیر و محجوب بود و اصلا حرف نمیزد. اون زمان پسرها سعی میکردن خودشونو شکل جیمز دین درست کنند و من از این متعجب بودم که مسعود چقدر شبیه این هنرپیشه محبوب بود بدون اینکه از اون تقلید کنه. بعد از مدتی همه دوستانم متوجه رانندگی جدید ما مسعود شده بودن و با هیجان و پررویی دربارش حرف می‌زدن و می‌خندیدن. پوران هنوز بچه بود، اما من بیشعور تحت تاثیر دوستانم سعی می‌کردم مسعود رو به حرف بیارم تا با دوستانم چیز تازه‌ای برای خندیدن داشته باشیم. منصور برادر کوچکتر مسعود هم به مدرسه میرفت و هنوز خیلی بچه بود تا کاری انجام بده. البته گاهی با پوران بازی میکرد و تا پدرم رو میدید از خجالت یا ترس به ته باغ فرار میکرد. روزها میگذشت و من کم کم تحت تاثیر حرفای دوستانم و تحسین و تمجیدشون به مسعود علاقه‌مند شدم. خودش هم که از رفتار صمیمانه من کمی شیر شده بود، گاهی در آینه نگاه هم میکرد و لبخند میزد. اون روزها خواستگارم زیاد داشتم که اکثرا از خانواده‌های اعیان و ثروتمند بودن، اما پدرم آرزو داشت که ما تحصیل کنیم و به جایی برسیم. این بود که تا من میگفتم آخ خواستگار بخت برگشته رو بدون هیچ دلیلی جواب میکرد و به اعتراض و التماس‌های مادرم هم هیچ توجهی نمی‌کرد. مادرم آرزو داشت من ازدواج کنم و به قول خودش چشم همه دخترای فامیل رو خیره کنم. اون وقتا واقعا خوشگل بودم و نازم خیلی خریدار داشت و مادرم با استفاده از قیافه من و اسم و رسم پدرم میخواست بهترین داماد رو برای دخترش انتخاب کنه و از اینکه پدرم به سادگی تمام خواستگاران خوب و ثروتمند منو رد میکرد مادرم خیلی ناراحت بود. اما خودم خوشحال بودم، دلم نمیخواست از مدرسه و دوستام دل بکنم و جدا بشم.
اون زمان دوستی داشتم به نام فرخنده که خیلی با هم صمیمی بودیم. اونم از خانواده استخوندار و معروفی بود ولی برعکس من اصلا قیافه نداشت. قدش کوتاه بود، اندام خپل داشت، صورتش پر از جوش و لک و دماغش هم خیلی برای صورتش بزرگ بود. تنها زیبایی صورتش چشمای درشت و براقش بود. اون روزا فرخنده در هر فرصتی راجع به رانندگی ما مسعود صحبت میکرد و از من دربارش سوال میکرد. سوالایی که جوابشو نمیدونستم. چند سالشه؟ قبلا کجا بوده؟ تو کدوم روستا بودن؟ چه کار میکرده؟ نامزد داره یا نه؟ این حرفا در طول روز باعث میشد ناخودآگاه به مسعود فکر کنم و کم کم در میانه راه از اون سوال میکردم و اون رو به حرف زدن وادار میکردم. روزای اول مسعود جوابم رو با 2-3 کلمه میداد. اون هم با صدایی که به زحمت میشنیدم چی میگه. اما کم کم جرأت و جسارت پیدا کرد و از خونه تا مدرسه با هم صحبت میکردیم. در این میان پوران از پنجره به بیرون نگاه میکرد و سر خودش رو گرم میکرد. در خانه هم پدرم از آقا قدرت خیلی راضی بود. قدرت مرد درشت هیکل و به ظاهر خشنی بود، اما در مقابل ما همیشه دست به سینه و سر به زیر می ایستاد و زیادم حرف نمیزد. زنش تو با خانوم با اینکه ریزه و ظریف بود تو خونه به شوهر و پسراش امر و نهی میکرد و از رفتارش معلوم بود که زن با جذبه‌ایه. اون هم با ما با ادب و با احترام زیاد و مهربونی رفتار میکرد. کلا خانواده متواضع و افتاده بودن که در مقابل ما صداشون رو بلند نمیکردن. تو با خانم هر وقت برای من چیزی میدید قربون صدقه قد و بالا میرم و ساعتها از زیبایی و وجاهتم سخن میگفت تا اینکه حوصله من و مادر رو سر میبرد و با هشدار مادر ساکت میشد. بعد از گذشت چند ماه دیگه خیلی چیزا راجع به مسعود و خانواده‌اش میدونستم و برای دوستام با آب و تاب و شاخ و برگ بیشتر تعریف میکردم. مسعود و خانواده‌اش در روستایی که پدرم در اون املاک و زمینهای فراوانی داشتن زندگی میکردن. مسعود در سالهای کودکی به شهرستان کوچیکی که تا روستاشون 1 ساعت فاصله داشته میرفته و درس میخونده و بعد از مدرسه هم به کمک پدرش سر زمین میرفته. تا کلاس 8 درس خونده بود و بعد با مدرسه برای همیشه خداحافظی کرده بود. خودش با خجالت تعریف میکرد درسم زیاد خوب نبود و هر سال با کلی تجدیدی و ضرب و زور به کلاس بالاتر میرفتم. وقتی کلاس 8 رو تموم کردم دیگه از درس خسته شدم و میدونستم با این وضع درسی و خنگ بودنم به جایی نمیرسم. برای همین دیگه مدرسه نرفتم. بعد پدرش پول زیادی فراهم میکنه و به یکی از اهالی ده میده تا با اون کار کنه و هر ماه پولی به عنوان سود به پدر مسعود بده. اما طرف کلاهبردار از کار در میاد و با پولها ناپدید میشه. پدر مسعود به خاک سیاه میشینه. هر چه داره و نداره میفروشه تا قرض طلبکارانی رو بده که از اونها پول گرفته و به کلاه بردار داده. در همون زمان پدرم به دنبال یک باغبون و راننده خوب بوده که آقا قدرت و خانواده‌اش به اون معرفی میشن. و بعد از صحبت کردن و قبول شرایط همراه پدرم اساسیه اندک و محقرشونو به خونه گلی ته حیاط ما منتقل میکنن و موندگار میشن. یکی از روزایی که مسعود ما رو به مدرسه میرسون طبق معمول میان همکلاسیام درباره مسعود بحث در گرفت. من هم ساکت شنونده اظهار نظرهای دوستام راجع به رانندگی خوش قیافه و مرموزمون شدم. فرخنده با حسرت گفت من که خیلی دلم میخواد شوهر آیندم قیافه مثل راننده شما داشته باشه. فرح که دختر بامزه و شیطونی بود دستی تکون داد و گفت خب این که کار نداره بیا برو زنه راننده اینا مسعود بشو. در میان بهت و تعجب من فرخنده لبخندی زد و گفت اگه بیاد خواستگاری از خدامه که زنش بشم، اما من از این شانسا ندارم. نصیب من عاقبت یکی از پیرپسرهای قوامیه.
ژیلا با اشوه همیشگیش جواب داد از خدات باشه عروس خانواده قوامی بشی. بابام میگه سرشون حسابی به تنشون میارزه. اونا پول دارن اما مسعود چی؟ یه راننده است. باباش باغبونه و ننش هم کلفت خونه توریناست. انتظار داشتم همه حرفشو تایید کنند. اما همه با جملاتی نیشدار و کوبنده ژیلا رو سر جاش نشوندن. خب اون زمان همه ادعای روشنفکری و انسان دوستی داشتن. البته شکماشون پر بود و ادا در می آوردن، چون بعدها به هم ثابت شد که همه حرف مفت می زدن. به هر حال منم عضوی از همون گروه بودم و عقاید دوستانم خیلی روی ذهنم تاثیر می ذاشت. این بود که در رویای خوشی فرو رفتم. چه عیبی داشت اگر پسر خدمتکار خونمون، باغبون خونمون، اگر رانندمون که همین مسعود باشه از خانواده فقیر و زحمتکش بود. مگه بابا نمیگفت کار آر نیست؟ در عوض به قول افسانه جوون بود و نون بازوشو میخورد. چند سالی که سخت کار میکرد صاحب همه چیز میشد. اصلا شاید پدرم بهش کمک میکرد و دستش رو جایی بند میکرد، جایی که نون آبدار باشه و براش اسم و رسم بیاره. مسعودم از وقتی به تهران اومده بود دوستانی دور و برش رو گرفته بودن و برو بیایی به هم زده بود. و کم کم از اون پیله تنهاییش بیرون اومده بود. شبی در باغ خونه مشغول قدم زدن بودم که دیدمش روی نیمکتی در انتهای باغ نشسته. مسعود داشت کتابی میخوند که از دور نمیدیدم چه کتابیه. با دیدن من فوری کتاب رو بست و سلام کرد. جوابشو دادم و برای اینکه سر صحبت رو باز کنم پرسیدم مطالعه میکردی؟ با اینکه سوال خیلی خصوصی و هیجان انگیزی نبود دست و پاشو گم کرد و به تته پته افتاد. احساس کردم چیزی میخونه که دلش نمیخواد من بدونم چیه. ناگهان به این فکر افتادم شاید نامه‌ای میان کتاب پنهان کرده و آن رو میخونه، چون دیده بودم که بعضی دوستانم این کار را انجام میدن و لابلای کتاب‌های درسیشون نامه‌های عاشقانه میخونن. با این فکر از حسادت داغ شدم. انگار مسعود ملک شخصیم بود. عصبی و ناراحت رو نیمکت نشستم و آمرانه گفتم کتابتون رو ببینم. با اینکه حدود 5-6 سالی از من بزرگتر بود اما بی نهایت ازم حساب می برد و جرأت مخالفت را نداشت، چون من از کودکی آموخته بودم که قاطع و جدی و بالاتر از همه آمرانه با زیر دستانم صحبت کنم و اون راننده ما بود. و حتی وقتی کوچکتر بودم کسی از فرمانم سرباز نمیزد. اما این بار آهسته گفتم چیز مهمی نیست. و کتاب رو درونه و این بار آهسته گفت چیز مهمی نیست، یعنی مسعود اینو بهش گفته، و کتاب رو درونه جیبش گذاشت. ناگهان یاد حرفای فرخنده و علاقش نسبت به مسعود افتادم. صورتم گل گرفته بود. نمیدونم چرا اون لحظه اطمینان داشتم نامه عاشقانه از فرخنده دریافت کرده و پنهانی اون رو میخونه. بغض گلومو گرفت. احساس کردم بهم خیانت شده. صورت مسعود که همیشه اون رو مظلوم و خجالتی تصور میکردم در نظرم آبزیرکاه و گربه صفت شده بود. دوباره گفتم کتابتون رو بدید ببینم. این بار دستش رو آهسته درون جیبش کرد و کتاب کوچکی رو به طرفم دراز کرد. به محض گرفتن کتاب از جیبش برخاست و به سرعت به طرف اتاقشون رفت. با دستانی لرزان کتاب رو ورق زدم. ناگهان کاغذی تا شده و سفید از درون کتاب بیرون افتاد. پس حدسم درست بود. به سرعت نامه رو برداشتم و بازش کردم. اما با خوندن سطور نامه نفسم بند اومد. قلبم به شدت می‌تپید. انگار که می‌خواست از سینه‌ام بیرون بیاد. با نگرانی به اطرافم نگاه کردم. دلم نمی‌خواست کسی منو تو اون حال و روز ببینه. نامه عاشقانه بود، اما نه از طرف فرخنده، بلکه با خط مسعود نوشته شده بود. همچنان مادر رعنا در مطب سایه نشسته و داره زندگی نامش رو برای سایه تعریف میکنه. در ادامه گفت کتاب رو روی نیمکت گذاشتم و نامه رو درون جیب دامن بلندم پنهان کردم و دوان دوان به خانه برگشتم.
تا شب 1000 بار نامه را خوندم. هر بار موجی از گرما زیر پوستم می‌دوید و دلم حری فرو می‌ریخت. درون نامه با خط بچگانه‌ای نوشته شده بود: توران، توران، توران. اگر 1000 بار اسمت رو بنویسم و بخونم سیر نمیشم. توران عزیزم، همه چیز تو زیباست و بجاست. هم اسمت هم خودت و من چه بدبختم که باید تو رو ببینم و هر لحظه کنارت باشم و نتونم داشته باشم تو رو. هر روز که تو رو به مدرسه میرسونم به عنوان راننده تو آرزو میکنم روزی برسه که برای همیشه کنارم باشی. بوی عطرت وقتی سوار ماشین میشی، صدای نرم و لطیفت وقتی با من حرف میزنی، نگاه طلایی چشمانت وقتی در آینه نگاه هم میکنی، همه و همه برام گنجی دست نیافتنیه. وقتی از ته دل میخندی و سرتو به عقب پرتاب میکنی، دلم میخواد تو اون لحظه احساسم رو بفهمی که چقدر دوستت دارم. اما وقتی یادم میاد که من کیستم، راننده شما هستم و خانوادم کی هستن و خدمتکار و باغبون شما هستند، به این نتیجه میرسم که همه اینها آرزویی محاله. تو لایق شاهزاده ها هستی، نه گدای بی سر و پایی مثل من. اما بدون که من تا ابد دوستت دارم و در قلبم فقط تو رو راه میدم. بابا باریکلا آقا مسعود. نامه پر از خط خوردگی و غلط بود. اما هرچه بود برای من که تا به حال چنین چیزهایی دریافت نکرده بودم عالمی داشت. از اون روز نگاه‌های مسعود رنگ دیگه‌ای گرفت. رنگ عشق، رنگ محبت. هر بعد از ظهر برام روی نیمکت باغ گل سرخ می‌ذاشت و نامه‌ای هم زیر گل. انتظار خوندن رو می‌کشید تا اینکه روزی که پوران سرمایه سختی خورد و اجباراً خونه موند و من به تنهایی سوار ماشین شدم تا به مدرسه برم. در میان راه مسعود با صورت برافروخته و صدایی گرفته به حرف اومد. اول آینه رو طوری تنظیم کرد که بتونه نگاهم کنه. بعد با زحمت زیاد پرسید: نامه هامو خوندی؟ سرم رو تکون دادم. صداش برام مثل لالایی بود. توران، من خیلی دوستت دارم. هر کاری بگی میکنم تا تو ازم راضی باشی. تو چطور؟ تو هم منو دوست داری؟ اون لحظه فقط به این فکر میکردم که سرانجام مسعود سرسخت و سر به زیر رو به چنگ آوردم. در فکر دوستانم به خصوص فرخنده بودم که حتما با شنیدن این اخبار از حسادت میترکه. سرمست از این پیروزی گفتم: آره. مسعود ماشین رو نگه داشت و به عقب برگشت. چشمانش تبدار و صورتش گل انداخته بود. پرسید: حاضری با هم ازدواج کنیم؟ نفس بریده جواب دادم: نمیدونم، بابام نمیذاره. اگه تو بخوای هر کاری میکنم تا آقا رو راضی کنم. از شنیدن کلمه آقا دنیای خوش عاشقانم مثل حبابی روی آب ترکید. آهسته گفتم: را بیفت، دیرم شد. اون هم به خودش اومد و حرکت کرد. حرکاتش رو روی حواس پرتی انجام میداد و چند بار نزدیک بود تصادف کنه. وقتی رسیدم برای یه زنگ تفریح بیقرار بودم. دلم میخواست همه چیز رو برای دوستانم تعریف کنم. در فرصت به دست اومده از سیر تا پیاز جریان عاشقی مسعود رو برای بچه‌ها تعریف کردم. وقتی حرفم تموم شد اولین نفری که به حرف اومد فرخنده بود. خوش به حالت، مجسم کن شب عروسی مسعود تو لباس دامادی چقدر خوشتیپ میشه. همه جا انگشت نما میشه، همه از حسودی میترکن. عروس و داماد خوشگل. نفر بعدی ژیلا بود که از بیزاری صورتش رو جمع کرده بود و با ناز و ادا گفت میخواستی بهش بگی بره گم بشه، بچه دهاتی، بره همون دهاتشون زن بگیره. اون لایق تو نیست، اون راننده شماست. ولی فریده و زری شروع کردم به طرفداری از به قول خودشون از قشر زحمتکش. این حرفا چیه؟ هنر رو این آدما میکنن که از زحمت و دسترنج خودشون پول در میارن و خرج زن و بچهشون رو میدن. مثلا بابای شکم گنده تو به جز خوردن و خوابیدن و دستور دادن به رعیت‌های املاکاش چه کاری رو بلده؟ اگه توری با این پسر ازدواج کنه و زندگیشو بسازه هنر کرده؟ نه امثال شماها که نسلا در نسل ثروت و ملک و املاک رو به ارث میبرید و ازدواجهای اقتصادی میکنید.
با کسی ازدواج میکنید که پدرش حداقل به اندازه پدر خودتون مال اموال داشته باشه. اینجور زندگی کردن که هنر نیست. این قشر کارگر و زحمتکش هستن که پدران امثال تو رو پولدارتر میکنن و خودشون روز به روز فقیرتر میشن. مسعودم یه آدمه درست مثل من و تو. حتی ممکنه خیلی از تو بهتر باشه. ژیلا که حسابی بهش برخورده بود با صدای نازکش جیغ جیغ کرد. چی میگی؟ تو که بابای خودت مجیزگوی درباره، پدر بزرگت نوکر رضا شاه بوده و حالا پسرش نوکر و دست به سینه پسر رضا شاهه. باز گلی به گوشه جمال پدران ما که ثروت تو خانواده‌شون موروثی بوده و احتیاج به نوکری و چاپلوسی ندارن. بچه‌ها مشغول جر و بحث و دعوا و مرافعه بودن، اما من در رویای دیگری بودم. در رویاها می‌دیدم زن مسعود شدم و همه محو جمال ما شدن. خونه کوچیکی خریدیم و من اون رو با سلیقه چیدم. مسعود صبح سر کار میره و عصر خسته و عاشق به خونه برمیگرده و من براش چای میبرم و غذا جلوش میذارم. خب چه اشکالی داشت؟ بچه‌ها حق داشتن. مسعود هم درسته راننده ما بود، اما یه آدم بود مثل بقیه. فقط گناهش این بود که پدرش پولدار و عیان‌زاده نبود. خب نباشه. هزاران مثال در تاریخ به یاد داشتم که دختران بزرگزاده زن پسران آشپز و نوکر و باغبون می شدن و زندگی عادی و نمونه‌ای هم داشتن. شاید اگه همه بچه‌ها برخوردی مثل ژاله داشتن، داستان این عشق بچگانه همونجا پایان می‌یافت. اما اینطور نشد. من و مسعود روز به روز بیشتر به هم علاقه‌مند می‌شدیم تا جایی که اگر روزی به دلیلی همدیگر رو نمی‌دیدیم هر دو کلافه و سردرگم به دنبال هم می‌گشتیم. من سال آخر دبیرستان بودم که سرانجام رازمون از پرده برون شد. خواستگار خیلی خوب و موجه در خونه رو زد که حتی پدرم نتونسته بود به سرعت به این خواستگار جواب رد بده. اما از همون بهانه‌های معمول آوردم. اما این بار مادرم سفت و سخت پی قضیه رو گرفته بود و دست بردار نبود. خواستگار پسر یکی از فامیل‌های دورمون بود که از هر نظر شایسته و مقبول بود. هم قیافه خوبی داشت، هم وضع مالیش از هر کسی که میشناختم بهتر بود. تحصیل کرده و مؤدب بود و به پدرم قول داده بود به من اجازه ادامه تحصیل بده. و حتی اگر راضی باشم هر دو برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بریم. مادرم من با توجه به این وعده و وعیدها حاضر نبود اون رو از دست بده. به قول خودش این خواستگار دهان همه رو با عسل بسته بود و من هم نباید بی جهت بهانه می گرفتم. هم سنم مناسب ازدواج بود و هم شرایط بهتر از این پیدا نمی‌شد. وقتی با زبون خوش و لوسبازی نتونستم پدرم رو راضی کنم، قهر کردم و در اتاقم رو بستم و اون تو نشستم. چند روزی محلم نذاشتن، اما عاقبت پدرم که طاقت نداشت اونقدر اصرار کرد و به عشقم اعتراف کردم. هرگز اون روز رو فراموش نمی‌کنم. پدرم از شنیدن اینکه مسعود رو دوست دارم روی تخت افتاد و رنگش پرید. سرش رو میان دستانش گرفت و ساکت بود. از ترس مثل حیوانی که شکارچی دیده باشه کنج اتاقم کز کرده بودم. منتظر بودم پدرم داد و بیداد راه بندازه و تهدیدم کنه. حتی با اینکه هرگز دست روی ما بلند نکرده بود به طرفم حمله کرد که کتکم بزنه. اما بعد از دقایقی که مثل آدم‌های ترسیده به گوشه‌ای نشستم، پدرم سر بلند کرد و گفت توران جدی که نگفتی؟ دخترم شوخی کردی؟ آهسته سر تکون دادم. صدای پدرم می‌لرزید. گونه‌هاش می‌پرید و دستاشو بی اختیار به هم می‌پیچوند. توران هیچ می‌فهمی چی میگی؟ این پسر و خانواده‌اش خدمتکار و نوکر و باغبون و راننده ما هستن. نون خور من هستن. تو میخوای با پسر اینا ازدواج کنی؟ با کسی که تو توی 2 اتاق گلی ته باغ خونه پدرت زندگی میکنه؟ پس عزت نفست کجا رفته دختر من؟ اون لیاقت جفت کردن کفشای تو رو هم نداره. توران چشم و عقلت کور شدن. هیچ میدونی غیر از آبروریزی که برای من و مادرت و خواهرت پوران پیش میاد به خودت چقدر سخت میگذره؟ فردا پس فردا نمیتونی شوهرتو توی سر و همسر در بیاری.
کدوم یک از فامیل ما میاد با پسره باغبون که راننده خونش ازدواج کنه؟ باز اگه تحصیل کرده بود، کاری، هنری، چیزی بلد بود، حرفی نداشتم. ولی این پسرش کاری بلد نیست. اون راننده توئه، جای هیچ پیشرفتی نداره. همیشه همینه که هست. راننده، باغبون، کارگر، تو همین حدا میمونه. میفهمی؟ نفس عمیقی کشیدم و نطق مفصلی براش کردم. همون حرفایی که اون روزا به شدت میون جوونا مد شده بود. درباره قشر زحمتکش و طبقه فاسد و پولدار. حسابی که حرف زدم و تمام دلایل و شواهد رو برای پدرم توضیح دادم. فقط یک جمله گفت: توران، تا بوده چنین بوده دخترم. و رفت. مادرم وقتی شنید غوغا به پا کرد، تهدید به خودکشی کرد، منو کتک زد، حبس کرد. مسعود هم در این میان با نامه‌های عاشقانه‌ای که مخفیانه برام میذاشت دلداری میداد و قسم میخورد که خوشبختم میکنه. در این میان خواستگار ایده‌آلم از انتظار خسته شد و از خیر وصلت با ما گذشت که این خودش باعث ناراحتی بیشتر مادرم شد. در این میان دوستانم هم که به وسیله پوران از ماجرا با خبر شده بودند تشویقم میکردند و شعار میدادند که استقامت کن، استقامت کن. چنان روی دنده لج افتاده بودم که بیشتر از اون که مسعود و رسیدن به اون برام مهم باشه، پیش بردن حرفم اهمیت پیدا کرده بود. سرانجام وقتی پدرم چندین و چند بار با من در خلوت صحبت کرد و نتیجه گرفت، تن به تقدیر داد و به خواست من گردن. پدرم بسیار بسیار دلرحم و خیلی هم تابع دموکراسی بود. هرچه مادرم سختگیر و مستبد بود و مرا در تنگنا میذاشت، پدرم رشته‌های مادر رو پنبه میکرد. وقتی منو درخواستم مصر دید، برام خونه بزرگ و ویلایی خرید و سندش رو به نامم کرد. مقدار قابل توجهی پول در حساب پسندازم گذاشت و در برگه ازم امضا گرفت که همه ارثی خود رو دریافت کردم. جهیزیه مفصل و عالی و چشمگیری هم برام تهیه دید. اما در تمام مدت از من دلگیر بود و من این رو از رفتار و حرکاتش میفهمیدم. حالا میفهمم که اون روزها پدر بیچارم چه میکشید. از یک طرف من با اعتصاب غذا و قهر و گریه‌زاری امانش رو بریده بودم. از طرف دیگه مادر و بقیه فامیل که از قضیه مطلع شده بودن تحت فشارش میذاشتن و بهش خورده میگرفتن. بیچاره پدرم. خانم مظفری، مادر رعنا، با دستمال گلدوزی شده‌ای که از کیفش بیرون آورده بود چشمای خیس از اشکش رو پاک کرد. در این میان ضربه‌ای به در خورد و خانم احمدی سرش رو از میان در بیرون آورد. ببخشید خانم کمالی، ساعت 12 شده، من دارم میرم. به ساعتم نگاه کردم. حق با خانم احمدی بود. خانم مظفری با شرمندگی گفت: ببخشید سایه جون، میخوای بری؟ فوری گفتم نه. بعد رو به خانم احمدی کردم و گفتم: شما بفرمایید، من کلید رو به دکتر شمیرانی میدم. وقتی خانم احمدی رفت مشتاقانه رو به خانم مظفری کردم: بفرمایید، خواهش میکنم. خانم مظفری به دور دستها خیره مونده بود، انگار در دنیای دیگری سیر میکرد. ادامه داد. مادر رعنا ماجرا رو ادامه داد. مادرم از عصبانیت قدرت و خانوادش رو اخراج کرد و از خونه بیرون انداخت. اما من از خواستم برنگشتم. اونقدر عرصه رو به اطرافیانم تنگ کردم تا عاقبت پدرم بی سر و صدا محضرداری رو به خونه آورد و منو برای همیشه به دست مسعود، راننده خونه داد. اولین شرطش هم این بود که مسعود هرگز با پا به خونش نذاره و با هیچ کدوم از افراد فامیل من رفت و آمد نداشته باشه. با اینکه از شنیدن این شرط حسابی ناراحت و غافلگیر شده بودم، باز در اون شور و غوغای درونم همه چیز رو پذیرفتم. مهریه بسیار سنگینی هم برام تعیین کرده بودن که مسعود بی حرف پذیرفت. مادرم که با من قهر کرده بود، حتی ولی خداحافظی جلو نیامد و من به اتفاق مسعود برای همیشه خونه پدری رو ترک کردم. روزهای اول زندگی با مسعود مثل خواب و رویا بود. با اینکه مسعود بی نهایت خجالتی و دست و پا چلفتی به نظر می رسید، برای من بهترین شوهر دنیا محسوب می شد. اما کم کم زندگی روی سختش رو نشونم داد. روزهای اول اصلا به فکر خرج خونه و هزینه های زندگی نبودم. اما وقتی ذخیره آذوقه در خونه ته کشید، تازه متوجه شدم که شوهر و
که شوهر بیکار و بیار یعنی چی. مسعود تا لنگ ظهر میخوابید و بقیه اوقاتم رویا میبافت. سرانجام وقتی ازش خواستم که به طور جدی به دنبال کار بره، آب پاکی رو روی دستم ریخت و با لحنی حق به جانب گفت: آخه توران جون، من چه کار کنم؟ کی به من کار میده؟ من کاری بلد نیستم. از پدرم خجالت میکشیدم که بخوام مسعود رو سر کاری بذاره. روی افراد فامیل هم نمیتونستم حساب کنم، چون همه از پدرم حساب میبردند و به داماد مفرودش کار نمیدادن. نکته مهم این بود که مسعود هیچ کاری بلد نبود. نه تحصیلات داشت و نه سرمایه، نه حتی هنری بلد بود. در این گیر و دار اولین نشانه های نفرت از مسعود در قلبم ریشه دوید. 1-2 ماه که از ازدواجمون گذشته بود، قدرت و طوبا و منصور از ولایت به تهران اومدن تا به خیال خودشون برای همیشه در کنار ما و اون خونه بزرگ و جادار زندگی کنن. روزهای اول با احترام باهاشون رفتار کردم، اما من که همیشه با زیر دستانم آمرانه صحبت می کردم، طاقت ناز و ادای قدرت و خورد فرمایش‌های توبا رو که حالا منو عروس خودشون می دونستن و می خواستن مثل بقیه عروسهای ولایتشون پدر شوهر و مادر شوهر رو چشمم بذارم و دست به سینه مقابلشون بنشینم نداشتم. برای همین یک روز صبح که تو با پاهاش رو دراز کرده بود و با صدای بلند فرمان آوردن چای به من داد، چشمامو بستم و دهنم رو باز کردم. اونقدر سر مسعود و خانوادش داد زدم و ناسزا بارشون کردم که همون لحظه مسعود که از ترس رنگش پریده بود از پدر و مادرش خواست که برن. تو با نفرین میکرد و قدرت برام شاخشونه میکشید. با خونسردی و نفرت جلوشون ایستادم و گفتم دیگه هیچ وقت پاتون رو تو خونه من نذارید. اینجا خونه منه و من هم عادت ندارم با باغبون و کلفت خونه یک جا بخوابم. وقتی اونا رفتن و مسعود به دست و پام افتاد تا اون رو ببخشم، احساس بدی نسبت به شوهر حقیر و زبونم پیدا کردم. اون حتی اینقدر غیرت نداشت تا از خانواده و عزیزانش طرفداری کنه. من پدر، مادر و برادر اون رو با فحاشی بیرون کرده بودم. از اون روز زندگی ما فاجعه شد. من که دلم میخواست به یه مرد با قدرت و با جذبه تکیه کنم، بچه یه احمقی در کنارم میدیدم که نسبت به من احساس بندگی میکرد و با یک فریادم از جا میپرید و حتی از پدر مادرش هم دفاع نمیکرد. بعد از گذشت 1 سال از ازدواجمون باردار شدم. اون موقع دیگه مطمئن بودم که مسعود برای همیشه توفیلی و وابسته منه. چون هر جا برای کار رفته بود نتونسته بود کاری پیدا کنه. این بود که من سرمایه‌مو از بانک بیرون کشیدم و با استفاده از شم اقتصادی که همیشه داشتم شروع به خرید و فروش زمین و خونه کردم. البته مسعود مثل یک پیشکار برام میدوید و فقط امضای نهایی برای من میموند. کم کم از انزوا و تنهایی خسته شدم، اما مادرم هنوز اونقدر از دست من عصبانی بود که نمیتونستم به خونه پدری رفت و آمد کنم. این بود که به دنبال دوستان دبیرستانیم گشتم و عاقبت همه رو پیدا کردم. فرخنده با پسر قوامی ازدواج کرده بود. زری و فریده با پسران 2 تن از کله گنده های درباری ازدواج کرده بودند و من در این میان فقط ژیلا بود که به دانشگاه میرفت. بچه ها هم از یافتن من خوشحال شده بودند و فرخنده به محض پیدا کردن من برای یک مهمونی دوستانه همراه مسعود دعوتم کرد. گاهی اوقات با خود فکر میکردم ای کاش هرگز به اون مهمونی نمیرفتم، اما زمان هرگز به عقب بر نمیگرده و افسوس خوردن هیچ ثمری نداره. با شوق و ذوق به مسعود خبر مهمونی فرخنده رو دادم و تا رسیدن اون روز لحظه شماری میکردم. سرانجام روز مهمونی فرا رسید. لباس شیک و زیبایی که به تازگی خریده بودم پوشیدم و موهامو درست کردم. مسعود هم بهترین کت شلوارش رو که به عنوان هدیه ازدواج از من گرفته بود پوشید. وقتی به خونه مجلل و بزرگ فرخنده رسیدیم شب شده بود. 1-2 ماشین دیگه هم در محوطه پارک بودن.
بله پارک بودن. حد زدم که بقیه دوستانم هم به این خونه رسیدن. جلوی در پیش خدمت موقری با لباس فرم خوش آمد گفت و ما را به پذیرایی داخل قصر دعوت کرد. مسعود که تحت تاثیر تجملات زندگی فرخنده قرار گرفته بود مثل موش پشت سر من قایم شده بود. به محض ورود همه سرها به طرف ما چرخید و من با تعجب زنهای بسیار شیک و آراسته‌ای در لباسهای مجلل شب رو شناختم که روزگاری با هم پشت یک نیمکت می نشستیم. فرخنده با روی باز به استقبال من اومد و منو در آغوش گرفت و بعد به طرف مسعود برگشت و دستش رو برای خوش آمدگویی به طرفش دراز کرد. اما مسعود که متوجه نشده بود محکم دست ظریف فرخنده رو فشار داد. لبخند از روی لبان فرخنده پرواز کرد و جاش رو به بهت و حیرت توأم با تحقیر داد. فریده و زری هم جلوتر اومدن و شوهراشون رو به من و مسعود معرفی کردن. پسران جوان و آراسته که معلوم بود بزرگ زادن و آداب معاشرت رو تا ریزترین نکات از حفظ بهرن. اون شب وقتی نشستیم شوهر فرخنده شروع به تحلیل سیاسی اوضاع مملکت کرد و شوهران فریده و زری با حرارت ایده های خودشون رو تشریح کردن. ناگهان یکی از مردا رو به مسعود کرد و گفت نظر شما چیه جناب هوشمند؟ مسعود با خجالت و تته فراوان پاسخ داد به نظر من همه دارن ملت بدبخت رو میچاپن تا خود پدر سوختشون به نون و نوایی برسن. این جمله در اون جمع چنان عامیانه و ابلهانه بود که من از خجالت دلم میخواست ناپدید بشم. در فرصتی فرخنده پنهانی در گوشم زمزمه کرد تو چطور با این خنگ دهاتی زندگی میکنی؟ تا آخر شب همه با لبخندی که سعی میکردن پنهان بمونه و پچ پچ های مؤدبانه مسعود رو ریشخند و منو با دید ترحم نگاه میکردن. فریده که در دبیرستان انقدر دم از توده زحمتکش و قشر کارگر و اشراف فاسد و زالو صفت میکرد کنارم نشست و با لحنی آکنده از تأسف و تحقیر گفت وقتی از بچه ها شنیدم زن پسر باغبون بابات شدی اصلا باورم نشد. فکر میکردم شوخی میکنن اما امشب متوجه شدم چه به روز خودت آوردی. چطور حاضر شدی با یه همچین آدم چارواداره‌ای توی یه رخت خواب بخوابی؟ از عصبانیت میلرزیدم و نمیتونستم جوابی بدم. سرانجام نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و گفتم تو که تو مدرسه خیلی سنگ این به قول خودت چارواداره رو به سینه میزدی. یادت رفته چقدر در مورد قشر زحمتکش و این چرت و پرتا داده سخن میدادی و منو تشویق به مقاومت در برابر مخالفت‌های خانواده‌ام میکردی؟ زری با دستهای ظریفش که معلوم بود به تازگی مانیکور شده موهاشو مرتب و چینی به دماغش انداخت. اون موقع ما خودمون هم احمق بودیم. همه تو حال و هوای مد روز و حرفها و شعارهای قشنگ و جوان پسند بودیم. اما تو از ما هم احمق‌تر بودی که تحت تاثیر قرار گرفتی و زندگی و آینده خودت رو خراب کردی. اون شب به محض تموم شدن شام سردرد رو بهانه کردم و مسعود رو قبل از اون که بیشتر از اون حرفای احمقانه و سطحی بزنه بیرون بردم. وقتی به خونه رسیدیم اونقدر دلم پر بود که نشستم و ساعتها به حال خودم زار زدم. من با اون قیافه و هیکل خانوادگی اسم و رستار میتونستم از همه دوستان بهتر باشم و ازدواج موفق تری بکنم. اون شب همون اندک عشقی که به مسعود داشتم به پایان رسید و جهنم زندگیم شروع شد. وقتی رضا به دنیا اومد چنان از مسعود و کوچکترین حرکاتش منزجر و متنفر بودم که اکثر اوقات نگاهش نمی‌کردم و به حرفش گوش نمیدادم. درست مثل یه نوکر بهش امر و نهی می‌کردم. در مقابل کوچکترین اشتباه بیچاره‌اش می‌کردم. در سراسر روز تحقیرش می‌کردم. اون هم با موذیگری سعی می‌کرد کارهایی بکنه که منو بدتر عصبی و بیچاره کنه. در این میان پوران با پسر یکی از سفرای مملکتی ازدواج کرد و پدرم که طاقت دوری منو بیشتر از اون نداشت منم به جشن عروسیش دعوت کرد. البته بدون مسعود.
ناگفته نمونه حتی اگر هم دعوتش میکردن من حاضر نبودم با همراه بردنش نگاه‌های پرترحم و تحقیرآمیز اطرافیان رو تحمل کنم. اون شب مادر هم پس از دیدن رضای کوچیک و خوشگل در آغوش من قهرش رو از یاد برد و منو در آغوش مهربان و امنش فشرد. همه فامیل زیر چشمی نگاه هم میکردن ولی به محض اینکه سرم رو برمیگردوندم جای دیگری رو نگاه میکردن و خودشون رو به اون راه میزدن. پوران و شب از زیبایی میدرخشه. قد کوتاهش رو با پوشیدن صندل‌های پاشنه بلند و دامن عروسی ماکسی و پاشین جبران کرده بود و مثل فرشته ها خوشحال و راضی دست شوهر برازندش رو گرفته بود. با دیدن داماد ناخودآگاه قلبم شکست و بغض مثل دستی گلوم رو فشرد. اون شب وقتی به خونه برگشتم از مسعود خواستم در اتاق دیگه‌ای بخوابه و از همون موقع رخت خوابم رو از اون جدا کردم. روزا وقتی رضا در خواب بود بی اختیار اشک میریختم و خودم رو سرزنش میکردم. پوران همراه شوهرش به فرانسه رفته بود و قرار بود در یکی از بهترین دانشگاه‌های فرانسه ادامه تحصیل بده. مثل خوره خودم رو میخوردم چرا که من هم میتونستم مثل پوران خوشبخت بشم اما خودم نخواسته بودم. 1-2 هفته بود متوجه شده بودم حسابهای خرج و دخلم با هم نمیخوره. تا پاسی از شب ارقام رو جمع میزدم و دوباره حساب میکردم. مسعود در مقابل کاری که انجام میداد از من حقوق میگرفت اما متوجه شده بودم که باز هم از پولا میدزده و برای خانواده‌اش میفرسته. البته این حدس من بود که مسعود برای پدر و مادرش پول میفرسته. بعدها فهمیدم با یکی از دلال‌های 7 خط پای میز قمار میشینه. رضا 6 ساله بود که باز اشتباه کردم و برای چند ساعتی به یاد عشق و علاقه قدیمم به مسعود افتادم. ولی به محض اینکه فهمیدم رعنا رو باردار هستم از شدت پشیمانی به حال مرگ افتادم. از بلندی پریدم، بار سنگین برداشتم، با مشت به شکمم کوبیدم اما رعنا محکم به زندگی چسبیده بود و جدا نمیشد. گاهی با خودم فکر میکردم که کار دنیا چقدر عجیبه. زنانی که با 1000 نذر و نیاز و پس از چندین سال حامله میشن با عطسه بچهشون رو از دست میدن اما امثال من که ناخواسته باردار میشدن هر کاری هم میکردن و هر بلایی سر خودشون میآوردن بیفایده بود و بچه با پررویی و سماجت سر جاش چسبیده بود و تکون نمیخورد. به هر حال رعنا هم به دنیا. اما این بار مسعود عاشقانه دور بچه میچرخید و بغلش میکرد. برعکس رضا که خیلی توجهی بهش نمیکرد و سر به سرش نمیذاشت. با بزرگ شدن بچه ها سعی میکردم کمتر با مسعود جر و بحث کنم. پدرم برای راحتیم یه زن و شوهر به خونمون فرستاده بود که یکی کارهای باغبانی و رانندگیمون رو انجام میداد و دیگری در کارهای خونه و نظافت کمک میکرد. مثل پدر شوهر و مادر شوهرم که روزگاری در خدمت پدرم بودند. بعد از اینکه برای بار دوم باردار شدم با جدیت اتاق خوابمون رو جدا کردم و دیگه هرگز کنار مسعود نخوابیدم. هر ماه 1-2 بار به همراه بچه‌ها به منزل پدریم میرفتم و اخبار موفقیت پوران و دیگر دختران فامیل رو با حسرت و بغض میشنیدم. مادر و پدرم عاشق رضا و رنا بودن و برای دلخوشی بچه‌ها هر کاری می‌کردند. پدرم در انتهای باغ براشون تاپ و سرسره نصب کرده بود و مادرم از اول ماه براشون خوراکی‌های خوشمزه کنار می‌ذاشت و براشون اسباب بازی‌های گران قیمت می‌خرید. در این دیدارها هرگز اسمی از مسعود نمی‌بردن، انگار که اصلاً کسی به نام مسعود وجود خارجی نداره و منم حرفی نمی‌زدم. فرخنده بعد از مهمونی اون شب 1-2 بار تلفن کرده بود و در لفافه بهم پیشنهاد داده بود که از مسعود طلاق گرفته و با منت و ارج و قرب دوچندان زن یکی از اقوام قوامی شوهرش بشم. اما من انگار اصلا صداشو نمیشنیدم. همون یک بار که با طناب پوسیده دوستان حرف مفت زنم توی چاه رفته بودم برای 7 پشتم کفایت میکرد. برای اینکه در خانه کمتر فکر و خیال کنم و قصه بخورم برنامه‌هایی برای خودم گذاشته بودم که سرم گرم باشه و کمتر توی خونه بمونم. استخر میرفتم هر هفته به آرایشگاه و خیاطی سر میزدم و در همین مکانها با 1-2 نفر آشنا شدم که دردمو میفهمیدند و دلداری میدادند.
مسعود هم روش منو در پیش گرفته بود و برای خودش در خارج از خونه سرگرمی‌هایی پیدا کرده بود که من هیچ علاقه به دونستنشون نداشتم. در خونه مثل نوکری دست به سینه یه اوامر من بود و در مقابل توهین‌ها و تحقیرهایی که ناخودآگاه و هر دقیقه بهش می‌کردم هیچ حرفی نمی‌زد. طوری شده بود که از هر حرکتش حالم به هم می‌خورد و هر حرفی می‌زد نفرت عجیبی از اون پیدا می‌کردم. به نظرم همه کاراش احمقانه و عوام پسندانه بود. راه رفتنش، طرز لباس پوشیدنش، غذا خوردنش، سر غذا با دست لقمه می‌گرفت و ملچ ملوچ می‌کرد. بعد از خوردن آب با صدای بلند آروغ می‌زد و در خانه پیژامه‌های گشاد و زیر پیرن به تن می‌کرد. کارهایی که من از تک تکشون منزجر بودم و حالم به هم می‌خورد. گاهی دلش نمیومد لباسای چرک و کثیفشو از تنش در بیاره و گاهی میدیدم که حتی از جوراب سوراخ و کهنش دل نمیکنه. حالا حرف زدن سطحی و احمقانش که حد و حساب نداشت که چقدر زجرم میداد. مسعود در مقابل توهینهای من حرفی نمیزد، اما زیرزیرکی و پنهانی تلافی نیش زبون منو میکرد. پولامو میدزدید، جلوی بچه ها مثل دهاتی ها رفتار میکرد تا حرسمو در بیاره. اون اواخر رضا دیگه بزرگ بود و کم کم متوجه جو غیر عادی خونه ما میشد، اما با توجه به روحیه منضبط و دیسیپلینی که من در خونه داشتم جرأت سوال کردن و اظهار عقیده در مورد روابط من و پدرش رو نداشت. رضا پسر بی دردسر و آرومی بود. بی زحمت و دوام رفته درس میخوند و هر سال جزء نفرات برتر مدرسهشون میشد. در ساعتی که خونه بود کمتر از اتاقش خارج میشد و وقتشو با مطالعه و نوار گوش دادن پر میکرد. با توجه به اوضاع خونه به ندرت دوستانش رو به خونه دعوت میکرد و خیلی کم هم دعوت دیگران رو میپذیرفت. اما رنا چیز دیگری بود، پر از انرژی و جنب و جوش. از مدرسه که میومد تند و تند تکالیفش رو انجام میداد و بعد به حیاط میرفت و برای خودش شعر میخوند و با گربه ها بازی میکرد. تنهایی لیلی بازی میکرد و با دوست خیالش حرف میزد. مسعود با تنها کسی که تو خونه رابطه عاطفی داشت دخترمون رنا بود. وقتی به خونه میومد رنا رو در آغوش میگرفت و ساعتها نوازش میکرد و موهای بلند و طلاییش رو میبافت. گاهی پنهانی مسعود رو میدیدم که به اتاق رنا میرفت و روش رو میپوشوند و ساعتها با صدای آهسته با اون صحبت میکرد و براش قصه میخوند. عاشقانه رنا رو دوست داشت و تحمل ناراحتیش رو نداشت. رنا هم پدرش رو دوست داشت و بی‌اعتنا به داد و بیداد ما و توهین و تحقیرهایی که من به مسعود میکردم اون رو میبوسید و با شادی در بغلش میپرید. من با اینکه بچه ها رو عاشقانه دوست داشتم کمتر این عشق رو ابراز میکردم و مثل مسعود زیاد بغلشون نمیکردم و احساسم رو نشون نمیدادم. زندگی نکبتبارم سایه جون ادامه داشت تا اینکه متوجه شدم مسعود و یکی از دوستان هفت‌خط و پدر سوختش با حسابسازی رقم قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌ام رو بالا کشیدن. اون موقع بود که دیگه طاقت نیاوردم و بعد از یه دعوای مفصل با مسعود همراه رضا به خونه پدرم رفتم. البته قبل از اون هم بارها برای قهر به خونه پدرم رفته بودم و هر بار مسعود آقا ابراهیم رو به عنوان واسطه به خونه پدرم میفرستاد و با خواهش و تمنا برم میگردوند. اما این بار با همیشه فرق میکرد. رنا رو خونه گذاشتم و ابراهیم و زنش کلثوم رو هم به مرخصی فرستادم تا مسعود رو در منگنه بذارم. به هر حال رنا هنوز بچه بود و احتیاج به مراقبت و غذای مرتب و سرکشی به تکالیفش رو داشت، کاری که مسعود هیچ وقت انجام نداده بود. برای اینکه بهش بفهمونم خونه چه مسئولیت عظیمی داره رضا رو با خودم بردم که روی کمک اون حساب نکنه و رعنا رو گذاشتم تا بهانه‌گیری و کارهای ریز و درشتش مسعود رو بیچاره کنه. ای داده بیداد. اما غافل از اینکه خودم رو بیچاره میکنم. هرچه رضا اصرار کرد که رنا رو هم با خودمون ببریم قبول نکردم. حس عجیبی از انتقام و کینه سراسر وجودم رو فرا گرفته بود که نمیتونستم حقیقت رو قبول کنم و بچم رو فدای خواسته های خودخواهانم کردم. خانم مظفری به اینجای تعریف کردنش که رسید به گریه افتاد. حق حق عصبی که شونه هاشو میلرزون و صورتشو غرق اشک کرد. از پشت میز بلند شدم، جلو رفتم، دستمال کاغذی رو مقابلش گرفتم و گفتم
توران خانم، دیگه همه چیز تموم شده. اون سالها گذشته. چرا برای چیزی که گذشته و نمیشه براش کاری کرد اینقدر ناراحت هستید؟ دستمال رو برداشت و به چشمانش فشرد. صداش دورگه و گرفته بود. گفت سایه جون، وای که من چه کردم. من چه مادر بیشعور و خودخواهی بودم. چقدر غافل و احمق بودم. من زندگی رنا رو سیاه کردم. از اون سالها درد میگرن با چنان شدتی گریبانم رو میگیره که احساس میکنم از شدت درد چشمام میخواد از کاسه بیرون بزنه. رگهای پیشانی و گردنم چنان کشیده میشه که احساس میکنم هر لحظه کاسه سرم منفجر میشه. اما راضیم. دلم میخواد اونقدر درد بکشم تا بمیرم. هیچ وقت در این مواقع قرص نمیخورم. از شدت درد استفراغ میکنم. گاهی بیهوش میشم اما قرص نمیخورم. میدونی چرا سایه جون؟ بدون اینکه منتظر جواب از جانب من باشه با دست روی سرش زد و گفت چون دلم میخواد با این درس تقاص پس بدم. تقاص خودخواهی و غرورم رو. تاوان نابودی زندگی پاره جگرم. رعنا رو. پس این راز سر به مرداره معلوم میشه. با تعجب به خانم مظفری که عصبانی و ناراحت اشک میریخت و تا اون اندازه احساس گناه میکرد خیره شدم. چه کرده بود که انقدر خودش رو میخورد و سرزنش میکرد؟ چند لحظه سکوت اتاق رو فقط حقهای بریده خانم مظفری میشکست. دوباره پشت میزم نشستم تا آروم بگیرم. پس از مدتی صدای خسته و گرفته خانم مظفری بلند شد و ادامه داد رعنا جون، توی اون مدت اونقدر از دست مسعود و رفیق نامردش ناراحت بودم که اصلا به رعنا فکر نمی‌کردم. رضا هم مریض شده بود و آنفولانزای سختی گرفته بود که تمام ذهن و وقت منو به خودش مشغول کرده بود. در اوقاتی هم که به یاد رعنا میافتادم زیاد نگران نمی‌شدم، چرا که رعنا پدرش رو خیلی بیشتر از من دوست داشت و با اون ارتباط صمیمانه‌تری برقرار می‌کرد. میدونستم که مسعود هم مواظب رعنا هست، چرا که عاشقانه رعنا رو دوست داره، اما این آدمی زاده دوپا هیچ وقت قابل پیش بینی نیست. الان درست یادم نیست بعد از چند وقت بود که به رعنا تلفن کردم تا حالش رو بپرسم. مدت زیادی بود که من و رضا خونه پدرم بودیم و در این مدت خیلی عجیب بود که دختر کوچکی به سن و سال رعنا طاقت بیاره و دوری مادرش رو تحمل کنه. مطمئن بودم که میدونه ما خونه پدر بزرگش هستیم و میدونستم شماره تلفن خونه پدرم و حفظه، ولی اینکه چرا تماس نمیگرفت برام جای تعجب بود. عاقبت خشمم از مسعود کمی فروکش کرد و به یاد رعنایی کوچکم افتادم و شماره تلفن خونم رو گرفتم. نزدیک ظهر بود و اطمینان داشتم اون ساعت رعنا خونه نیست و باید در مدرسه باشه. اما دلشوری عجیبی داشتم و نمیتونستم خودم رو راضی کنم. چند ساعت بعد زنگ بزنم. نمیتونستم صبر کنم. انگار از خواب بیدار شده بودم. تازه یاد بچه‌م افتاده بودم و دلم برای رعنا شور میزد. میدونستم تا مطمئن نشم کسی خونه نیست نمیتونم گوشی رو بذارم. اما در میان تعجب زیاد من رعنا گوشی رو برداشت. وقتی منو شناخت با سردی پرسید که چی کار دارم. دیگه داشتم شاخ در می آوردم. با اینکه رعنا با پدرش صمیمی‌تر بود اما منو هم خیلی دوست داشت. گاهی به زور خودش رو توی بغلم مینداخت و ازم میخواست براش قصه بگم. صدای رعنا کسلو گرفته بود. حد زدم مریض شده باشه. اما وقتی ازش پرسیدم پاسخ منفی داد. پرسیدم چرا مدرسه نرفتی؟ اون ساعت روز تو خونه چی کار میکنی رعنا؟ با بی‌تفاوتی و سردی گفت بابا منو نمیبره مدرسه. از وحشت مردم. یعنی تو این 1-2 ماه رعنا مدرسه نرفته بود. سعی میکردم وحشت زیادم رو نشون ندم. با آرامش پرسیدم الان بابات کجاست؟ با صدایی آهسته جواب داد نمیدونم، شاید خوابه. دیگه نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. فریاد کشیدم رعنا بابات نرفته سر کار؟ صداش انگار جان نداشت. نه، از وقتی شما رفتین نرفته سر کار. بعضی وقتا میره بیرون ولی زود برمیگرده. بعد انگار ترسیده باشه گوشی رو سر جاش گذاشت. صدای الو الوم در گوش خودم پیچید. احساس حماقت میکردم. مسعود در این مدت سر کار نرفته بود ولی رعنا رو هم به مدرسه نبرده بود. زنگی در مغزم به صدا در اومد اما با گیجی و تردید صداش رو خفه کردم.
هر وقت قهر میکردم به 1 هفته نمیرسید که به دست و پام میافتاد و با خواهش و التماس برم میگردید. اما این بار با همیشه فرق میکرد. مسعود هیچ اقدامی برای برگردوندن من به خونه نکرده بود. حتی اطمینان داشتم تلفن هم نزده، چون قبلا گاهی تلفن میزد و به محض اینکه گوشی رو برمیداشتم قطع میکرد. در این مدت در خیال خودم میدیدم که مجبور رنا رو به مدرسه ببره و برگردونه، دیکته براش بگه، علوم ازش بپرسه و ریاضی باهاش کار کنه، براش نهار و شام بپزه و لباساشو بشوره و حمایتش کنه. فکر میکردم که از شدت کار و گرفتاری بیچاره شده و با گریه و زاری التماسم میکنه که از گناهش بگذرم و برگردم. اما انگار اشتباه کرده بودم. همون روز وسایلم رو جمع کردم و در کمترین زمان ممکن به خونه برگشتم. رضا هم سری به خونه زد و با دیدن آشفته بازار خونه با دوستش بیرون رفت. من موندم و خونه که از شدت به هم ریختگی و آشفتگی بوی تعفن میداد. وای وای که هیچ وقت تا روز مرگم اون صحنه ها رو فراموش نمی‌کنم. وقتی به خونه رسیدم، کوهی از ظرف نشسته و جعبه‌های پیتزا در آشپزخونه به چشم می‌خورد. همه جای خونه کثیف و پر از آشغال، میوه و تخمه و ته سیگار خاموش بود. بوی ترشیدگی تمام خونه رو پر کرده بود. به اتاق خواب مسعود رفتم بلکه اول با اون صحبت کنم، اما نبود. تخت خوابش به هم ریخته و ملافه‌ها از شدت کثافت به سیاهی می‌زد. بوی سیگار مونده و آبجو هوای اتاق سنگین کرده بود. به سراغ رعنا رفتم. در اتاقش رو باز کردم. نمیدونم چرا با خوشخیالی انتظار داشتم به مدرسه رفته باشه و همه اون حرفا رو در خواب و خیال شنیده باشم. اما از چیزی که دیدم چنان وحشت زده شدم که برای چند لحظه لال شدم و زبانم بند اومد. رعنا مثل حیوانی که شکارچی دیده باشه گوشه اتاقش کز کرده بود. موهاش از شدت کثیفی کدر و مات شده بود و گره گره دور سرش در هوا مونده بود. صورتش اونقدر کثیف بود که به یاد گره‌های سر چاه راه افتادم. رد اشک روی گونه‌های لاغرش به چشم می‌خورد. انگار در این مدت آب شده بود. لاغر و نزار. نگاهش رو از من دزدید. به طرفش دویدم و در آغوش کشیدمش. اما رنا خودش رو چنان جمع کرده بود که انگار سنگ سختی رو در بغل گرفته بودم. بعد فاجعه زندگیم رو به چشم دیدم. وقتی رنا رو بغل کردم به پشت لباس خوابش که در آینه سرتاسری کمدش پیدا بود نگاه کردم. پشت لباس دختر کوچکم خونی بود. لکه‌های بزرگ و بدرنگی که خشک شده و به رنگ زرشکی در اومده بود. با وحشت رنا را از خودم دور کردم و با لکنت پرسیدم رنا چی شده مامان جون؟ چرا پشتت خونیه؟ رعنا اما ساکت و سر به زیر موند. دوباره پرسیدم. انقدر پرسیدم که صدام تبدیل به فریاد شد. از شدت نگرانی و عصبانیت دست انداختم و شونه‌های نحیف و استخونیشو گرفتم و به شدت تکون دادم. موهای گره خوردش جلو و عقب میرفت و چشمان معصومش از ترس گشاد شده بود. جیغ کشیدم رعنا چرا لباست خونیه؟ بعد مثل دیوونه‌ها بلند شدم و به طرف رخت خواب نامرتب و چرکش رفتم. ملافه‌های تخت جا به جا خونی بود. لکه‌های خونی که با توجه به رنگشون میشد فهمید بعضیاشون کهنه و بعضیاشون جدید و تازه است. روی لکه‌های خون دست کشیدم. دلم میخواست همون لحظه از خواب بیدار بشم. به طرف در هجوم بردم و اون رو بستم و قفل کردم. بعد همون پشت در نشستم و زار زدم. خودم رو زدم. انقدر خودم رو زدم که رعنا جلو دوید و گریه کنان دستم رو گرفت. التماس کرد. مامان تو رو خدا نکن. ببخشید مامان، به خدا تقصیر من نبود. حرفاش هنوزم بعد از گذشت 10-11 سال از اون روزا در گوشم زنگ میزنه و قلبم رو میخراشه. وقتی به یاد لحن معصومانه و چشمان پر اشکش میافتم دلم میخواد با همین دستا قلبم رو از سینم بیرون بکشم و پاره پاره کنم. میخوام انقدر خودم رو بزنم تا جون بدم. دست رعنا رو گرفتم و جلوی خودم روی زمین نشوندم. سعی میکردم طوری حرف بزنم که بچه وحشت نکنه. اما نمیتونستم. بی اختیار فریاد میکشیدم و صدام تبدیل به جیغ میشد. با آرومترین لحنی که میتونستم پرسیدم رعنا چی شده؟ به مامان بگو دارم میمیرم.
انگار میدونستم که چی میخواد بگه و التماس میکردم چیز دیگری بگه. دلم میخواست خیالم راحت باشه در حالی که مغز استخوانم میلرزید و اطمینان داشتم که دنیای معصومانه من و دخترم فرو ریخته. اما باز هم میخواستم از زبان خودش بشنوم. رنا سرش رو پایین انداخت و با صدایی که به زحمت میشنیدم گفت بابا گفته اگه به کسی بگم تو رو میکشه. دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم. فریاد کشیدم بابات غلط کرده. رنا اون هیچ کاری نمیتونه بکنه. به هم بگو تا من پدرش رو در بیارم. چرا مدرسه نمیرفتی؟ چرا بابای خرت تو رو مدرسه نبرده؟ آهسته گفت بابا میگه مدرسه اصلا به درد آدم نمیخوره. باعث میشه دختر از خود راضی و لوس بشه. میگفت اگه برم مدرسه مثل تو لوس و خودخواه میشم، ولی مامان من مدرسه رو خیلی دوست دارم. رعنای کوچکم به گریه افتاد و من دوباره به خودم لعنت فرستادم. مسعود حق داشت. من خیلی خودخواه بودم که طفل کوچکم رو در دستهای بی‌عاطفه او رها کرده بودم. دوباره با گریه پرسیدم رعنا چرا لباست خونیه؟ چرا ملافه ها؟ نمیتونستم حرف بزنم. رعنا بی تفاوت بلند شد و پشت پنجره رفت. بعد به طرفم برگشت و گفت چون تو نبودی بابا همش میومد تو رخت خوابم و منو تو بغلش فشار میداد. از درد مردم. خیلی دردم میگرفت. به زور ساکت شد و بعد از چند لحظه با بغض گفت ازم خون میومد. وقتی جیغ میزدم و کمک میخواستم به هم میگفت ساکت باشم. میگفت تو باید وظیفه مامان تو انجام بدی. به هم میگفت اگه داد نکشم دختر خوبی هستم. میگفت که دوستم داره و هر کی رو دوست داره باهاش از این کارا میکنه. اما من دلم نمیخواد هیچ کس دوستم داشته باشه. وقتی هم که مامان بزرگ بشم نمیذارم کسی دوستم داشته باشه. خودم هم دیگه هیچ وقت هیچ کسی رو دوست ندارم. برای بچه‌ها یه خودمم بابا نمیخوام. به نظرم چیزی نگم. یه نفس بگیریم بتونیم ادامه بدیم. با شنیدن حرفاش احساس میکردم جون از دست و پام بیرون رفته. بی اختیار سرمو تکون میدادم. رنا بی توجه با حال روز من ادامه داد. اما مامان به بابا نگو من بهت چی گفتم. به هم گفته اگه به کسی بگم تو با رضا رو اونقدر با چاقو بزرگه میزنه اون که مامان دسته قهوه‌ای داره تا کشته بشی. دنیا جلوی چشمام میچرخید. با زحمت از جا بلند شدم و گفتم بابات غلط کرده. پدری ازش در بیارم که مرغای هوا به حالش گریه کنن. بیشتر برای خودم حرف میزدم تا رنا. با زحمت و بدبختی لباسهای بچم رو عوض کردم. صورتش رو شستم. بعد خودم لباس پوشیدم و با آخرین سرعت به طرف بیمارستان حرکت کردم. به هر چیزی چنگ میزدم تا به هم بگن رنا دروغ گفته و هرچه گفته بازی کودکانه بوده. هزاران هزار صلوات نذر کردم، گوسفند نذر کردم، سفره نذر کردم و هزاران چیز دیگه تا همه چیزایی که شنیده باشم دروغ از آب در بیاد. زیر لب با خودم حرف میزدم و به خدای خودم قول دادم اگه همه چیز به خوبی و خوشی تموم بشه تمام نماز روزه هامو انجام بدم. قسم خوردم مادر خوبی باشم. نیمی از ثروتم رو به فقیران بدم. اما همون موقع هم میدونستم که همه چیز راسته. با دیدن هیکل لاغر و چشمای گود رفته و کبود رنا، لباسهای خونی و چشمای گشاد شده از ترسش یقین داشتم که فاجعه اتفاق افتاده. به هر حال جلوی بیمارستان پارک کردم و رنا رو بغل گرفتم. رنا خوابش برده بود و دلم نمیخواست بیدارش کنم تا با دیدن دکترها و پرستارای سفیدپوش و فضای بیروح بیمارستان باز از ترس بلرزه. با صدا و دستانی لرزان توضیح کوچکی به دکتر جوانی که در بخش اورژانس میچرخید دادم و باز به گریه افتادم. جوانک من رو به اتاقی سفید و لخت راهنمایی کرد و ازم خواست رنا رو روی تخت بخوابونم و همونجا منتظر باشم. به چهره معصوم و مظلوم دخترم که در خواب بود خیره شدم.
خدایا نذار که این کابوس حقیقت داشته باشه. بالاخره پس از مدتی که بر من مثل یک قرن گذشت، پزشک میانسال و به نظر با تجربه‌ای در رو باز کرد و وارد شد. دوباره به سختی جریان رو براش گفتم و منتظر موندم. دکتر فکری کرد و گفت پس بهتره بیدارش کنید. دلم نمیخواد باز بترسه. این بچه به اندازه کافی زجر کشیده. از اتاق خارج شد و منو با رعنا تنها گذاشت. روی صورتش دست کشیدم و گونه‌های لاغرش رو بوسیدم. چشماشو با وحشت باز کرد و به طور غیر ارادی خودش رو جمع کرد. آهسته گفتم نترس مادر جون. منم مامان. آوردمت پیش دکتر که اگر لازمه برات دوا بنویسه. وقتی دکتر دوباره وارد اتاق شد، چشمای رعنا داشت از حدقه بیرون میزد. به محض اینکه دست دکتر به پاش برد، جیغ کشید و لگد انداخت. دکتر فوری عقب رفت و با ملایمت گفت نترس عزیزم. اگر دوست نداری بهت دست نمیزنم، بذار خانم دکتر مهربان معاینه‌ات بکنه. باشه؟ رعنا رو در آغوش گرفتم. خدای چه بلایی سر دخترم اومده. آهسته تکونش میدادم و شعری رو که در بچگی خیلی دوست داشت زمزمه میکردم. عاقبت زن جوانی با صورت مهربان وارد اتاق شد. ابتدا کلی با رعنا حرف زد. بعد از من خواست بیرون منتظر باشم و به هزار کلک و حیله رعنا رو معاینه کرد. در راهروی خاکستری و سرد بیمارستان قدم میزدم و فکر میکردم چطور مسعود رو بکشم. تصمیم داشتم همون شب با همون چاقویی که رعنا رو ازش ترسونده بود کارش رو تموم کنم. منتها اول به روش عزیز و سلطنه در سریال دایجان لاپل اون ناقصش میکردم و بعد میکشتمش. بیان که خندم بگیره دریافتم چقدر این فکر تسکینم میده. در خیال خودم بودم که در اتاق باز شد و دکتر بیرون اومد. صورتش رو ابری از غم و اندوه پوشونده بود. با صدایی که بی جهت سعی داشت کنترلش کنه گفت خانم شما مادر این بچه هستید؟ سرمو چند بار تکون دادم. صدای لرزان دکتر رو انگار زیر آب میشنیدم. به این بچه بارها و بارها تجاوز شده. حالش از شدت عفونت و خونریزی خیلی وخیمه. در هر حال باید ازش عکس برداری بشه، چون به نظر من یکی دو تا از دنده هاش شکسته. بقیه حرفاشو نفهمیدم. آخرین تصویری که یادم میاد سقف سفید بیمارستان بود که چرخید و روی سرم افتاد. وقتی دوباره چشم باز کردم روی تخت سفید دراز بودم و سرمی به دستم وصل بود. با هراس از جا بلند شدم و داد زدم رعنا. پرستار جوان قد بلندی به طرفم هجوم آورد. خانم خواهش میکنم آروم باشین. سوزن دستتونه. بازاری نالیدم. اینو از من جدا کن. بچه‌م کجاست؟ با مهربانی دستمو گرفت. چیزی از سرمم باقی نمونده بود. به شما شوک وارد شده و فشارتون حسابی افت کرده. دخترتونم برای عکس برداری بردن طبقه بالا. اصلا ناراحت نباشید. خانم دکتر با دخترتونه. احساس میکردم قدمی بیشتر تا مرز دیوانگی فاصله ندارم. احساس خفگی میکردم. دلم میخواست با ناخون چشمای مسعود بیشرف رو در بیارم. به قطرات سرم که به آهستگی میچکید نگاه میکردم و حساب میکردم چقدر وقت دارم تا مسعود رو زجرکش کنم. دلم میخواست گوشت هاشو ریز ریز کنم. عاقبت سرم تموم شد و با گیجی از جا بلند شدم. هنوز سرم گیج میرفت و جلوی چشمم سیاه بود. همه جا رو تار میدیدم. عاقبت دکتر جوانی که رعنا رو معاینه کرده بود از راه رسید. لب‌هاشو چنان روی هم میفشرد که سفید شده بود. چشماش پر از تنفر و خشم بود. حتما با خودش فکر میکرد من چه مادر بی‌مسئولیت و حیوانی هستم. دقیقاً اگر اینطور فکر میکرده درست فکر میکرده. تو چه مادر بی‌مسئولیت و حیوانی هستی؟ اما هرچه فکر میکرد خوشبختانه به زبان نیاورد که ای کاش میآورد. فقط مختصر و مفید گفت حدس من درست بود. 2 تا از دنده های رعنا شکسته. دهانم خشک شده بود و صدام در نمیومد. با زحمت پرسیدم دنده هاش برای چی؟ یعنی کتکش زده؟ با تأسف سرشو کج نگه داشت. نه خیر، احتمالاً در مقابل تجاوز مقاومت نشون میداده و فرد متجاوز با چند برابر وزن خودش رو روش انداخته تا بچه نتونه حرکت کنه. صداش بی اختیار پر از بغض بود. آه بلندی کشید و گفت میدونید کدوم بیشرفی این بلا رو سر طفل معصومتون آورده؟ سرم رو مثل وزنه سنگین شده بود تکون دادم. با حرص گفت خب ازش شکایت کنید. در هر حال ما موظف هستیم گزارش بدیم.
صدامو میشنیدم، انگار کس دیگری به جام حرف میزد، نه خودم شخصا پدرش رو در میارم. اما خانم دکتر دست بردار نبود و اصرار داشت حتما پلیس رو در جریان بذاره. اما من برای آینده رنا نگران بودم. میترسیدم با وارد شدن پلیس در ماجرا سر و صدای جریان همه جا بپیچه و آبرومون بره. ای داده بیداد، باز هم آبرو، باز هم همون خانواده اسم و رسم داره، باز هم تا این حد بچهش رو فنا کرده، باز هم حماقت دست از سر این مادر پست بر نمیداره. خدای من، هر چه کمتر کسی خبردار میشد بهتر بود. به جای اینکه پلیس رو خبر کنی، این مرد رو بگیرن، شکایت کنه. خدایا، میخواستن رنا رو تو بیمارستان بستری کنن تا با آنتیبیوتیک و سایر داروها عفونت شدیدی رو که داره درمان کنن. برای دنده هاش کاری نمیشد کرد به جز صبر تا خود استخون جوش بخوره. فقط جست و خیز و بار سنگین نباید برمی داشت که با اون روحیه افسرده لازم به گفتن و تأکید هم نبود. اما رنا اصلا دلش نمیخواست تو بیمارستان بستری بشه. از فکر اینکه شب رو در جایی ناآشنا بگذرونه گریه میکرد و جیغ میکشید. عاقبت دست به دامن رئیس بیمارستان شدم. براش وضعیت بغرنج خانوادگیمون رو توضیح دادم و التماس کردم جریان رو به پلیس گزارش نده. رئیس بیمارستان که عاقل مردی فهمیده بود شرایط منو درک کرد و میدونست که با خبر شدن پلیس اگر اونا با خبر بشن جریان در تمام روزنامه‌ها درج میکنه و بیشترین آسیب این کنجکاوی و تحقیق دامن رعنا رو میگیره. مقدار قابل توجهی پول در پاکت روی میزش گذاشتم و با زاری و گریه گفتم اینو برای بیمارستان خرج کنید. انگار که رعنا این چند روز بیمارستان بوده. اونقدر تمنا کردم و اشک ریختم تا قبول کرد رعنا رو مرخص بکنه. به به، چه دکتر بی‌وجدانی. لیستی از داروهایی که باید برای رنا می‌خریدم و در نسخه نوشت و خانم دکتری که اول رنا رو معاینه کرده بود با دقت ساعات مصرف و طرز استفاده از اونها رو برام توضیح داد. قرار شد بعد از 2 هفته باز رنا رو برای معاینه ببرم تا وضعیتش رو بررسی کنن. وقتی میخواستم به همراه رنا که خودش رو به من چسبونده بود بیمارستان رو ترک کنم، خواهرانه گفت بهتون توصیه میکنم با یک روانشناس کودک مشورت کنید و رنا رو حتما پیشش ببرید. اینجور بچه‌ها جسمشون کمتر از روح و روانشون آسیب میبینه. 2 هفته دیگه رنا از نظر جسمی سلامت خودش رو به دست میاره، اما از نظر روانی ممکنه هر روز از روز پیش بدتر بشه که شد. سرسری میگفتم باشه چشم، حتما. اما پیش هیچ روانشناس و روانپزشکی نرفتم. فکر میکردم فکر میکردم هرچه بیشتر در مورد این موضوع با رنا صحبت بشه بیشتر رنج میکشه. میخواستم با مهر و محبت فراوان درمانش کنم. پیش خودم خیال میکردم رنا بچه است و وقتی بزرگ میشه همه چیز رو فراموش میکنه. با خودم حساب کردم که مسعود از خونه بیرون میندازم تا رنا دیگه ریخت نحس پدر بیشرمش رو نبینه و اینطوری دیگه به یاد اون نیفته که چه بلایی به سرش آورده و بهش تجاوز کرده. اما همش خیال باطل بود. به محض رسیدن به خونه تمام ملافه ها رو درون کیسه نایلون های سیاه ریختم و جلوی در گذاشتم. در و پنجره ها رو باز کردم تا اون بوی کثافت و ترشیدگی از بین بره. به کلثوم خبر دادم بیاد و همه جا رو تمیز کنه. بعد مثل گرگی گرسنه منتظر اومدن مسعود بودم. 1-2 روزی پیداش نشد. رنا در رخت خوابش استراحت میکرد و فقط برای خوردن دارو بلند میشد. رضا نگران حال رنا بود. انگار چیزهایی متوجه شده بود اما مطمئن نبود. با اینکه داشتم از شدت حرص و خشم منفجر می شدم خودم رو جلوی رضا کنترل کردم تا نفهمه چی شده. دلم نمیخواست خشم اون رو ببینم. مطمئن بودم اگه رضا بفهمه پدرش رو میکشه. سرانجام سر و کله مسعود پیدا شد. مثل دزدها صبح زود اومده بود تا بقیه وسایلش رو ببره. از پله ها پایین دویدم. مسعود که متوجه ورودم شده بود با وحشت نگاهم میکرد. چاقوی آشپزخونه رو که زیر لباسم مخفی کرده بودم بیرون آوردم و جلو رفتم. از شدت خشم نمیتونستم درست حرف بزنم. کلمات رو پیدا نمیکردم. با زحمت گفتم بی شرف پس فطرت، چطور تونستی به بچه خودت تجاوز کنی؟ با چاقو به طرفش حمله کردم. با سرعت جا خالی داد و با تذرع گفت توران بذار توضیح میدم، تو الان عصبانی هستی اما به خدا من دنبالش دویدم. خدا؟ تو خدا میشناسی لجن هرزه؟
اون چه فحش بلد بودم نثارش کردم. حتی پدر و مادرش رو بی‌نصیب نذاشتم. چاقو رو محکم به سمتش پرت کردم که به بازوش خورد و زخم عمیقی به جا گذاشت. به دست دیگر با دست دیگر روی زخم گرفته بود و از ترس می‌لرزید. توران به مرگ خودم من کاری نکردم. چاقو رو که زمین افتاده بود برداشتم و زیر گلوش گرفتم. خفه شو. مرگ تو برای من به اندازه مردن پشه هم اهمیت نداره بیشرف. تا 1 هفته فرصت داری تمام اون پولایی رو که با رفیقای عیاشت دزدیدی پس بدی. بعدش هم مثل آدم میای دفترخونه و طلاقم میدی، وگرنه با همین چاقو تیکه تیکت میکنم. میدونی که دروغم نمیگم. اگر الان نمیکشمت چون نمیخوام خونه سگت بیفته گردنم، اما اگر کاری رو که گفتم نکنی پدرتو در میارم. اول به پلیس خبر میدم. میدونی که حکمت اعدام قطعیه. میدونستی که. سرشو با ترس تکون داد و نالی. چشم چشم هرچی تو بگی. دلم میخواست برای همیشه از مردی و در واقع نامردی بندازمش. چاقو رو پایین آوردم، اما شانس با مسعود بود که رضا خوابالود دستمو گرفت. مسعود فوری به طرف در رفت و در رو باز کرد. در چند ثانیه ناپدید شد، اما میدونستم که به حرفم عمل میکنه. خودش میدونست که وقتی حرفی رو بزنم تا پای جان سر حرفم میستم. در مدت چند ماه پولهام رو تمام و کمال پرداخت و همونطور که خواسته بودم به محضر اومد. در همون دفترخونه ازش امضا گرفتم که حضانت بچه‌ها رو برای همیشه به من بسپاره. او هم از من خواست تا مهریه رو ببخشم. زیر لب بریدم چندشاوره بخوام از تو یک کثافت که از هر حیوانی پستری و به دختر بچه کوچیک خودت تجاوز میکنی پول بگیرم. پول نمیگیرم، فقط به یه شرط. اونم اینه که دیگه هیچ وقت چشمم به هیکل نحست نیفته، وگرنه اقدام میکنم و میندازم توی هلوفتونی. به هر حال طلاق گرفتم و خیالم از این بابت راحت شد. در مدتی که مسعود هنوز گاهی برای بردن اسبابش به خونه میومد، رنا در کمدش پنهان میشد. هرچی براش قسم میخوردم کاری با اون نداره، از اون تو در نمیومد بیرون. اما مسعود قسم میخورد که کاری با رنا نداشته و سر حرفش پافشاری میکرد. مرد پست فطرت. دلم میخواست با دستم خفش کنم، اما نمیخواستم کسی با خبر بشه. به خیال خودم با این کار رنا را از آزار و اذیت بیشتر حفظ میکردم. زندگیمون آروم گرفته بود، اما رنا دیگه اون رنای سابق نبود. آخه ما فکر میکنیم مثلا اگه دستمون بشکنه بچه‌ها سریع باید بریم دکتر گچ بگیره عکس برداری بکنیم، ولی اگر روانمون بشکنه، آسیب ببینه، پوسته روانیمون اونقدر نازک بشه که ما رو تبدیل به یه همچین رنایی بکنه، خودمون بهتر میتونیم تشخیص بدیم. روانشناس و روانپزشک و روانکاو و اینا به درد نمیخورن. اشتباهی که این خانم با این بچه کرده و متاسفانه خیلی از ماها این اشتباه ها انجام میدیم. فکر میکنیم خودمون بهتر میتونیم مشکل رو حل کنیم. زندگیمون آروم گرفت، اما رعنا دیگه اون رعنای سابق نبود. 1-2 بار معلم مدرسه‌ش منو خواست و درباره وضعیت درسیش با من صحبت کرد. براش عجیب بود که دختری به اون زرنگی چرا حالا از نظر درسی اینقدر ضعیف شده. برای اون مدتی که مدرسه نرفته بود از پزشک گواهی گرفته بودم و با هر سختی و زحمتی بود اون رو به کلاس رسونده بودم. اما رنا نسبت به همه چیز بی‌تفاوتی عجیبی پیدا کرده بود. دیگه با شادی آواز نمیخوند و با خودش بازی نمیکرد. ساعت‌ها در اتاقش که به تازگی عوضش کرده بودم میشست و از پنجره به حیاط زل میزد و من ابلهانه فکر میکردم همه چیز درست میشه. وضع درسیش اونقدر بد و خراب شده بود که هر سال کلی تجدید می آورد و حتی پولهای کلان هم دیگه چاره ساز نبود. و بالاخره به اینجا رسید که الان هست. از همون زمان سردردهای شدید و بدی به سراغم اومد که ساعتها فلجم میکرد. در تاریکی می نشستم و از شدت درد در و دیوار رو با ناخن‌ها می خراشیدم. اما دردم کم نمیشد. رعنای من جلوی چشمانم آب میشد و کاری از دستم بر نمی اومد. واقعا کاری از دستش بر نمی اومده؟ دکتر بیمارستان نگفت اینو ببر پیش روانشناس کودک؟ کم کم پدر و مادرم هم متوجه اوضاع غیر طبیعی رنا و من شدم و انقدر پیله کردم و سماجت به خرج دادم تا عاقبت راز سیاه زندگی رو فهمیدم. هرگز اون رو فراموش نمی کنم که
پدرم فهمید مسعود چه بلایی سر تنها دخترش آورد. انقدر فریاد زد که از حال رفت. دهنش کف کرد و رو زمین افتاد. با ترس و عجله به اورژانس زنگ زدیم و پدرم و نیمه جان به بیمارستان رسوندیم. دکتر تشخیص یک حمله قلبی رو داد و دستور اکید داد که تحت هیچ شرایطی بیمار را عصبی و هیجان زده نکنیم. اما مگه میشد؟ پدرم به محض گشودن چشماش با فریاد سراغ مسعود رو گرفت. پدر آروم و مهربان من پدر آروم و مهربان من چنان برآشفته شده بود که میترسیدم خونش به گردنم بیفته. به آرامی براش تعریف کردم که از دوست نزدیک مسعود شنیدم برای همیشه به خارج رفته و دیگه به ایران بر نمیگرده. هرگز یأس و حسرتی که در چشمان پدرم سایه انداخت رو فراموش نمی کنم. بعد به من نگاه کرد و با صدایی به سردی یخ گفت: برو توران، از جلوی چشمم دور شو. تو با اون انتخاب احمقانت، تو با اون همه خودخواهیت، تو با بیعقلی و قهرهای بچگانت بچه خودت رو هم بدبخت کردی. این حقیقت. بعد انگشت لرزانش رو به طرفم نشانه رفت و گفت: تو لیاقت مادری نداری توران. برو گم شو دیگه هم تا وقتی من زندم جلوی چشمم نیا. تو هم برای من به اندازه اون شوهر بی شرفت مقصری، شاید هم بیشتر. نفرینت میکنم که هرگز توران روی آرامش رو نبینی. و نفرین پدرم اثر کرد سایه جون. من دیگه روی آرامش رو ندیدم. شبا با وحشت از خواب میپریدم و روزا از شدت سردرد کور میشدم. به درگاه خدا ناله میکردم که مرا ببخشه. پدرم حق داشت. من بیشتر از مسعود مقصر بودم. من بچه‌مو و بی‌پناه به امان خدا ول کرده بودم. من مادر خوبی نبودم. برام پول بیشتر اهمیت داشت. از اون مهمترین بود که به مسعود ثابت کنم چه کسی رئیسه. میخواستم زیر پام لهش کنم، اما اون منو له کرد. ای کاش من تنها رو له کرده بود. اون رعنا رو از بین برد. شبا صدای جیغ وحشت زده رعنا رو میشنیدم و از جا میپریدم. روزا نگاه یخی چشماشو به یک نقطه ثابت نگاه میکردم. شاهد بودم و کاری از دستم بر نمی. رنا هرچه بزرگتر میشد از من نفرت بیشتری به دل میگرفت. اجازه نمیداد بهش نزدیک بشم و الان خیلی وقته که اجازه نداده ببوسمش یا در آغوش بگیرمش. رضا رو هم زیاد تحویل نمیگیره. درسش رو ول کرد و به هیچ کاری علاقه نشون نداد. گاهی با رضا به دیدن پدر و مادرم میرم. جرئت نداشتم به خونه پدریم برم. میترسیدم با دیدن من حالش بد بشه و جلوی رضا افشاگری کنه. رضا هرچه در مورد رنا با من صحبت میکرد یه جوری جوابشو میدادم که مشکوک نشه. رنا به شدت از همه مردم میترسه. هرگز اجازه نمیداد رضا بهش دست بزنه و حتی برای عید یا سالروز تولدش اون رو ببوسه. هیچ دوستی نداره و به هیچ کاری هرچی سعی میکنم علاقه نشون نمیده. هرچی سعی میکنم باهاش حرف بزنم روشو با نفرت برمیگردونه و اگر خیلی اصرار کنم با کینه میگه اصلا دوستت ندارم. تو فقط رضا رو دوست داری و حالا مجبوری منو تحمل کنی. تو مخصوصا منو بچه بودم پیش شوهرت تنها گذاشتی. هرچه سعی میکردم براش توضیح بدم و قانعش بکنم نمیشد. اثری نداشت. با گذشت سالها حالش بدتر میشد. سایه جون حساسیت عجیبی به لباسهای دخترانه و زیبا و به خصوص یقه باز پیدا کرده و هرگز لباس نو نمیپوشه. چند دست لباس کهنه از لباسهای رضا که برای بخشیدن کنار گذاشته بودم برداشته بود و همونها رو میپوشید. کم کم براش خواستگارهایی پیدا میشد ولی من جرئت نمیکردم حرفی بزنم. ته دلم میدونستم باید با یه متخصص در مورد رنا مشورت کنم، اما مثل کپکی که سرشو زیر برف کرده باشه با این خیال واهی خودم رو گول میزدم که با گذشت زمان و یه ازدواج موفق رنا بهبود پیدا میکنه. خیلی آخه این آدم خودش برای ازدواج شعور به خرج داده بود، حالا داشتش دخترشو با این پس به ازدواج وادار میکرد. اما وقتی سرخود قرار عقد کنیم با یکی از خواستگارا رو گذاشتم حال رنا بد شد و بساط جشن رو وحشیانه به هم ریخت. کارهای عجیب و غریبش دیوونم میکنه. بی اختیار سرش فریاد میزنم و بعد خودم رو سرزنش میکنم. 1-2 سال پیش پدرم فوت کرد و من اطمینان دارم از غم رنا دق کرد.
از همه بدتر این که وصیت کرده بود من تو مراسم ختم شرکت نکنم. سهم الارثم رو هم که سالها پیش در جریان ازدواج احمقانم پرداخت کرده بود و دینی برگردنم نداشت. اما خونه قدیمیش رو به رعنا و رضا بخشیده که بعد از مادرم بهشون میرسه، اما مادرم هنوز منو نبخشیده و چشم دیدنم رو نداره. در نظر مادرم مرگ پدرم به لیست گناهان من اضافه شده و این دیگه براش قابل تحمل نیست. پوران خواهرم هم گاهی به ایران میاد و هر دفعه بدون اون که بفهمه علت ناراحتی مادرم چیست سعی داره ما رو آشتی بده. بیچاره نمیدونه که من از خدامه که اما این مادر سرسخته که کوتاه نمیاد. وقتی رضا تصمیم گرفت با شما صحبت بکنه میدونستم که بیفایده است. رنا مثل سنگ شده. تصمیم گرفتم باز هم این راز رو در سینم مدفون کنم. اما بعد از اون که دیدم رنا با شما به خرید اومده، اون روز که چینی ها رو پرسیم کرد دیدم که گوشه کنایه هایی میزنه، تصمیم گرفتم همه چیز رو سایه جون به شما بگم. یه کورسوی امیدی به دلم تابیده که شاید رنا بتونه مثل دخترهای طبیعی زندگی کنه. اما به تمام مقدسات قسم تا به حال هم من هر کاری کردم که حالش خوب بشه. من دخترم رو دوست دارم، به خدا خیلی دوستش دارم سایه جون. خانم مظفری به گریه افتاد و ساکت موند. با شنیدن اون چه بر سر رنا آمده بود شوکه شده بودم. مات و مبهوت به خانم مظفری که حال داشت حقیق میکرد که خیره شدم. وای خدای من، حتی لحظه این حدس رو نزده بودم. وای رنا که چقدر رنج کشیده و آزرده شده. دهنم از سنگینی اون چیزایی که شنیده بودم خشک و تلخ شده. نمیتونستم حرف بزنم. واقعا نمیدونستم باید چی کار کنم. خانم مظفری که متوجه حال خراب من شده بود بازاری گفت حالا باید چه کار کنیم سایه جون؟ رنا خوب میشه؟ تکونی به خودم دادم. انگار بار سنگینی روی دوشم گذاشته بودم. نفس کشیدم برام مشکل شده بود. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم واقعا نمیدونم چی بگم. من باید با یکی دوتا از استادان مشورت کنم. اما مطمئن باشین رنا حالش خوب میشه. برقی از شادمانی چشمان طلاییش رو روشن کرد. از ته دل آرزو کردم حرفم حقیقت پیدا کنه. بله، خسته نباشید دوستای عزیزم. واقعا همچین مادری نبودنش خیلی بهتر از بودنشه. یه بچه کوچولو رو پیش شوهرت که میدونی قمار بازه، مشروب خوره، حالتهای طبیعی نداری تنها میذاری. حالا که این پدر به بچه تجاوز کرده، حتی اگر تجاوز هم نمی کرد، باز اون 2 هفته‌ای که این بچه تنها بوده و مدرسه نرفته بود برای حال زار این بچه کافی بود. و اینکه تو همون زمان یه خانم دکتر متخصص میگه که باید این روانشناس کودک بره، باز قایم میکنی. نمیدونم، خیلی دردناک بود. خیلی دردناک بود. من این حدس رو زده بودم از حالتهای روانی، از نفرتایی که این بچه داشت و از اینکه اجازه نمیدادش که کسی لمسش بکنه. این حدس رو زده بودم. دوستای خوبم خسته نباشید. عزیزای دلم، کانال رو سابسکرایب بفرمایید، به دوستان و نزدیکانتون معرفی کنید کانالمون رو. بذارید دایره که دوستیمون بزرگتر بشه. ویدیو رو لایک کنید و برام کامنت بذارید. بچه‌ها اگر موردی که خیلی هم در گذشته ها نادر بود، الان خب این موارد خیلی زیاد شده. تجاوز به محارم یکی از گناه‌های خیلی روز شده و خیلی میشنویم. موردی دارید در کامنت ها از تجربیاتتون ما رو مستفیض بفرمایید. خیلی دوستتون دارم و تا فردا روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.